ما به جز اینکه 5/6 حوضه‌های آبریزمون فرامرزی است، قشنگ محصور شدیم بین 3 تا از بحرانی ترین حوضه‌های آبریز از 310 حوضه آبریز دنیا، بین 3 تا از بحرانی تریناش ما کاملا محصوریم. شما مگه قبول ندارید، مگه به عینه به این نرسیدید که امنیت آبی الان یک رکن بسیار مهم امنیت انسانی و امنیت ملی ماست تو منطقه؟ متولی امنیت آبی کشور کیه؟ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو اعتماد ندارد، وزارت نیرو به وزارت جهاد، سازمان محیط زیست به هر دوشون، هر دو اینها به سازمان محیط زیست، دانشگاه به هیچ کدوم از این 3 تا اعتماد نداره، مردم هم به چهارمحالی به اصفهانی اینجوری میکنه، اصفهانی به یزدی اینجوری نگاه میکنه، کشاورز به صنعت اینجوری نگاه میکنه، شرق به غرب اینجوری نگاه میکنه. بخش مهمی از مسئله امنیت آبی در زاینده رود ماحصل نبود احساس عدالت آبیه. الان شما توی استان گفتی میخوام قطب کشاورزی بشم، قطب صنعت و صنایع بشم، قطب توریست بشم، شهر من باید بشه دومین کلانشهر کشور. خب دیگه چی میخوای؟ با کدوم ظرفیت زیستی آبشو آوردید، حالا دیگه هواشو میخوای چیکار کنی؟ مگر احیای دریاچه ارومیه دست همکاران معزز دانشگاه نبود؟ شد یا نشد؟ آیا امنیت آبی از تامین شده الان یا نه؟ این نقل و قول نکرده بودیم هم که تامین نشده بود. مطمئنید سازوکارهای دیگه ای نداره؟ از قبلا امنیت آبی نداشت، این جمعیت رو نداشت. ایران ظرفیت زیستی 90 میلیون نفر که بخوان توش زندگی کنن و با همه مصارف آبیشون رو داره. چرا جواب نداریم؟ چون اصلا سوال نداشتیم. به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه و مخاطبین عزیز تمام‌رخ. ما در تمام‌رخ درباره مسائل مختلفی تا به حال برنامه داشتیم، اهم از مسائل منطقه‌ای، بین‌المللی، اقتصادی، انرژی و حتی مسائل اجتماعی و سیاسی. اما یکی از بزرگترین مسائلی که تا امروز نشده بود دربارش برنامه داشته باشیم بحران و چالش در مسئله آب بود. برای همین امروز در خدمت مهمان بسیار عزیزی هستیم، آقای دکتر حجت میان‌آبادی، دکترای مدیریت منابع آب و هیدروپولیتیک و استاد دانشگاه تربیت مدرس، که من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان خوب برنامه تمام‌رخ و خوشحالم این فرصت رخ داد که خدمت شما و بینندگان محترم برنامه باشم. امیدوارم که به لطف خدا بتونیم بحث خوبی رو بر سر مسئله ها از نگاه جدید و جدی داشته باشیم. سلامت باشین. منم همین در واقع امیدواری دارم که حالا اینجور برنامه‌ها بتونه انشالله باعث حالا یه اثری خیلی چیزی بشه و این بحث‌ها ادامه داشته باشه، بلکه حالا شاید تغییراتی در کشور باشیم. من سوالم رو اگر اجازه بفرمایید با این دغدغه شروع می‌کنم که ببینید الان مسئله کمبود آب و بحران آب تقریبا به یکی از ترس‌های بلند مدت مردم تبدیل شده. یعنی وقتی درباره نگرانیشون درباره آینده صحبت می‌کنن، مثلا شهرهایی که بیشتر دچار تنش آبی هستن، مردم خیلی بابت این نگرانن. من سوالم اینه که شما در حالا افق پیش رو حالتی رو می‌بینید، فکر کنید روزی بیادش که مردم دیگه بتونن دغدغه این کم آبی رو اینها رو نداشته باشن مردم ایران؟ ببینید سوال شما رو با این مقدمه شاید بشه پاسخ صریح داد. تو علم مدیریت آب ما 2 نوع ترم داریم که استفاده میکنیم، یکی واتر اسکارسیتی، یکی واتر شورتیج. اصولا کشور ایران یک کشور کم آبی بوده و بارها و بارها من تو برنامه‌های مختلف عرض کردم که کم آبی جز ذات و ویژگی تاریخی کشور ایران بوده، هست و تقریبا هم به نوعی با این سری تاریخی خواهد بود. و این کم آبیه اصطلاحاً در طول تاریخ با رویکردهای مناسب حکمرانی و مدیریت و سیاست گذاری از جنبه تهدید تبدیل به فرصت شده و فرصت ساخته، تمدن ساخته. تمدن آبی دنیا که به نوعی به نام ایران بخش جدی ثبت و ضبط شده، ماحصل اون سازگاری با کم آبیه بوده. لذا اون چیزی که در اصل و در علم مدیریت تهدید حساب میشه و سوال شماست، صرفا خود کم آبی نیست. اصطلاحاً اون
کمبود آب ناشی از سوء مدیریت ها و سیاست گذاری ها و حکمرانی های نامناسبه که داره ما رو به چالش ایجاد میکنه. لذا من فکر کنم در برنامه‌های مختلف هم گفتم این سوال شما با یک پیش‌فرضی داره شکل میگیره که کم آبی یک بحران است، نه یک ویژگی طبیعی، و پرآبی یک نعمته، در حالی که نه. یعنی ما در حالت ایدئال هم نمیتونیم با همچون خیال راحت و اینها آب استفاده کنیم. با خیال راحت رو منوط به سیاست گذاری و مدیریت و حکمرانی ماست. این خیال راحت رو به اما اگرها وابسته است. این که منتظر باشیم طبیعت ببارد و ما استفاده نادرست و بدون برنامه و با سیاست گذاری داشته باشیم، خب این اصلا انتظار غلطی است. آیا امکان داره من به درآمدی برسم که هر طور دلم خواست خرج کنم؟ نه، حالا منظور همون زندگی، حالا بخوایم به قول شما اون کوتاه مدت شده در نظر بگیریم، منظور اینه که الان در چند سال اخیر حالا هم شهرهایی که دارن دچار چالش هستن اضافه میشه هرچی بیشتر و بیشتر. اون تجربه همین زندگی 5 سال پیش 10 سال پیش که مردم در مصرف آب داشتن، حالا خوب بعد هرچی، اون از بین به حالتی رسیده که حتی حالا این غلطه، شاید مثلا نمیخوام بگم اتفاق خوبیه که مثلا همه امکانات بیشتر سمت تهرانه، ولی ما دچار شاهد قطعی آب در شهر تهران هم کم کم هستیم. میخوام ببینم حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم و مثلا حالا آنالیز کنیم که چی به چی و چیکارش میشه کرد، افقی شما میبینید که حالا با یه رفتار درستی، با یه چیزی ما بتونیم از این عبور بکنیم، حداقل به همون تجربه سالهای گذشته و اون رفاه در مصرف آب گذشته بتونیم برسیم؟ ببینید کلان شهرهای ما در حوزه آب دچار یک بیماری شدیم که مفصل انشاءالله بعدا بعدش ما صحبت بکنیم. ولی من مثال تهران زدید، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان رو من مثال میزنم، دچار بیماری پرخوری و اضافه وزن شدیده. این اصطلاحاً الان بالای 150-170 کیلو وزن رسیده، داره تمام سرمایه و غذاهای خانواده رو داره میبلعه، میخوره، سهم بقیه اعضای خانواده رو داره میخوره و الان دوچار چی شده؟ ناراحتی قلبی، عدم تحرک و کلی بیماری‌های دیگه. یعنی هم مشکل برای خودش ایجاد کرده، هم برای اعضای خانواده. برای تأمین غذای این بچه‌های چاق شده پرخور ما داریم سهم غذاهای بقیه رو عملاً میگیریم. حالا سوال اینه، آیا آینده هست که بشه غذا اینو تأمین کرد؟ خب طبیعتاً جواب چیه؟ به اما اگر است. بله، میشه این روند اصلاح بشه به شرط ها و شروط ها. شرطش اینه که هم کوتاه مدت اقدامات لازمه، هم میان مدت و هم بلند مدت. اما اصلی ترینش اینه که با ادامه روند قبلی وضعیت از دست رفته است. بله، این پرخوری ادامه پیدا میکنه، ناراحتی قلبی بیشتر میشه، نهایتش مشکل قلبی پیدا میکنه، شما باید هزینه بکنی، عمل قلب باز انجام بدی، از اتاق عمل نیامده بیرون، غذاهای چرب و پرخوری باز قرار ادامه پیدا بکنه، آینده کاملا مشخص. اما نه، اگر رویکردها و روندها تغییر بکنه، امید به اصلاح بلا استثناء هست. من این سوال مقدماتی دیگه هم بپرسم جسارتاً. شما سال گذشته در دیدار با رهبری که صحبت داشتید، دغدغه‌هاتون رو منتقل کردید، با رؤسای مختلف جمهور هم که جلسه داشتید و صحبت کردید، به نظر میاد که دسترسی بدی ندارید و قاعدتاً من خب پیش‌فرض می‌کنم با وزرای نیرو، با نمیدونم مسئولین حوزه آب و اینها احتمالاً ارتباطات تنگاتنگی باید داشته باشین. به نظرتون اومده که حرف‌ها تا به حال مؤثر بوده و نگرانی‌ها منتقل شده، اثری داشته، کسی داره کاری میکنه؟ حالا با وزرا که تنگاتنگ نبوده، چون زیاد خب صحبت‌های ما رو دوست ندارن، خب بالاخره صحبت‌های مقدار نقادانه است و رویکردها رو و عملکردها رو تحت نشانه قرار میده. خب عمدتاً زیاد تنگاتنگ نبوده. ولی اینکه صحبت‌ها تا الان اقدامات موثر بوده یا نه رو من میتونم بگم ترکیبی از آره و نه است. اما پس چرا وضع اینه؟ ببینید مثلا اینه که ما بین شبکه مسائل آبیمون و انباشت مسائلی که تو این 6 تا 7 دهه داشتیم و اقداماتی که تازه داریم شروع میکنیم فاصله زیاده. من وقتی با مقیاس اثر بخشی نگاه میکنم ببینم بله اثر بخشی داشته است،
اما وقتی میرم با شبکه مسائل نگاه میکنم اصلا نباید انتظار داشته باشیم مسئله به این زودی حل بشه. من با این سوال شما ببینید شاید بشه با این مثال من بگم اواخر قرن 20 در آمستردام و هلند یه سیلی میاد، چند هزار نفر کشته میشن، چندین هزار نفر. این فاجعه به عنوان بزرگترین فاجعه حوادث طبیعی قرن 20 هلند ثبت میشه. از اون موقع تا الان هلند حدود 60 سال کار میکنه، 60 سال، بیش از 60 تا 65 سال، که الان تونسته بعد از 60 سال خودش رو به عنوان یکی از قطب‌های مدیریت سیل دنیا معرفی کنه. یعنی این فرایند اثر بخشی یک فرایند کوتاه مدت ملموس سریع جواب بگیرم نیست. ما اگه تو برنامه تمام رخ، این برنامه خدا من این توفیق رو بده، بتونیم این اماها و این بایدها رو تبیین کنیم، به نظرم بستر رو تونستیم شکل بدیم. ببینید ما الان دعوا بر سر یا نگرانی سر اینه که آقا چرا گچبری یا سقف یا دیوار سازه امنیت آبی ایران داره هی تونتون میریزه، هی گچش میکنیم هی میریزه. اومدیم و گفتیم آقا اصلا مشکل از گچبری نیست، مشکل از ستونها و تیرهاست، مثلا یا فرتوت شده یا پوسیده است یا ضعیفه. بعد اومدیم سراغ ستونها، بعد اومدیم اصلا میگیم آقا شما اون فونداسیونی که داری روش ساختمون امنیت آبی تو طراحی کردی، این فونداسیون ضعیفه، نادرسته. اصلا یه جای دیگه میگم آقا اون زمین و بستر محکمی نیست. لذا شما نمیتونید تو یک زمینه، حالا من نمیگم کلمه باطلاقی دیگه خیلی اغراق‌آمیزه، اما توی زمین باطلاقی با گلولای و خاک رس شما نمیتونی بیای همونجا یه سازه بذاری بگی آقا من میخوام یه برج 50 سازه امنیت آبی ایران، سازه امنیت آبی 50 طبقه. الان همه درگیر چی ان؟ همه این آقا چرا تهران آبش قطع میشه؟ این آبش قطع میشه خب معلومه این دیواره داره میریزه. هیچ کس سراغ ستون و فونداسیون و شالوده دنبال چی بگردیم؟ علت و علت. این درک اصلی و کلی رو به نظرتون میادش که در لایه بالای مدیریت کشور منتقل شده و با همین نگاه میکنن یا حالا همچنان همون؟ ببینید پاسخ به این سوال خیلی بحث مفصلی رو میطلبه. دیگه شواهدتون چیه؟ بله شواهد تا حدی پاسخ به این سوال باز هم آره یا نه. چرا؟ ببینید ما تو فضای سیاست گذاری، حالا خیلی یه دفعه وارد بحث سیاست گذاری شدیم، یک سری مقدمات رو من بعد بگم برای بیننده ها تا بعد واردیم بشیم. ما تو لایه حکمرانی و سیاست گذاری اصطلاحاً میگیم ما 3 سطح و 3 حوزه مختلف داریم. حوزه دولت اصطلاحاً به عنوان حاکمیت، نه قوه مجریه، مجلس، نهادهای امنیتی، نهادهای سیاست گذاری، خود قوه مجریه، قوه قضاییه، مجمع تشخیص، هر اینا رو میگیم دولت. بخش دوم میشه خبرگان و متخصصان که حالا اینجا حالا درست یا غلط میشه مثلا دانشگاه رو بذاریم نمایندهش که حالا دانشگاه اندیشکده ها پژوهشگران مستقلن. و بخش سوم میشه جامعه غیر دولتی. جامعه غیر دولتی حالا به تعبیر از نظر من نادرست شده بخش خصوصی، نه، جامعه غیر دولتی. این جامعه غیر دولتی این 3 ضلع اصلی یک حکمرانی، یک سامانه و سیستم هستن و این درکی که شما اشاره میکنید باید همزمان در این 3 تا بخش رخ بده. من میخوام اگر صرفاً انتظار داشته باشیم که دولت مرد و بالای مدیران چنین چیزی رو بشناسن، بفهمن و مبتنی بر اون شرایط آبی کشور درست بشه، اتفاق نخواهد افتاد. این شکستش تو ادبیات حکمرانی کشور کاملا مبرهنه که ما انتظار داشته باشیم اگر سیستم مثلا به املای حکمرانی از بالا به پایین درست کنیم مثلا دیگه اون مشکل حل میشه. آیا وزیر حرف گوش میکنه؟ آیا وزیر نیرو چنین چیز رو میفهمد؟ من میگم که حتی وزیر حالا مربوطه در خیلی از کشورهای مثلا میگم کشورهای مختلفی رو میشه به اصطلاح توسعه یافته نام برد که اونا هم بعضا شاید نباشن. پس بارشو داره کجا میکشه؟ بارشو 2 تا قسمت دیگه دارن میکشن.
این در همتنی دیگه، این سه بود باید به صورت توامان رخ بده. برنامه شما، برنامه‌ای مثل شما این کمک رو داره میکنه. بذارید من یکی از صحبت آخر گفتگو رو الان بگم. یکی از چالش‌های ما که من اعتقاد بسیار جدی دارم، هر سه ضلع ما در حوزه مسائل آبی دوچار مشکلن در حکمرانی، مدیریت، سیاست‌گذاری و مدیریت آب. ببینید ما در مسائل آبی دنبال عصای موسی می‌گردیم. بهش میگن تو انگلیسی میگن سیلور بولت. یعنی اصلا کاری نداریم که این بیماری چه نوع بیماریه و این مثلا بیماری 70 سال طول کشیده که الان زده بیرون و الان همه از مسئولین ایزن بدتر و بدتر و بدتر از همه دانشگاهی ها و بعد مردم من تو این سیستم واقعا معقول تر از دو ضلع، اونا بیشتر از بقیه حق دارن که معقول تر میبینم. من حقیقتا مردم رو با اینکه خودم دانشگاهی هم معقول تر از دو بعد دیگه میبینم. با اجازه بزرگان دو ضلع دیگه مردم واقعا معقول تر میبینم. حقیقتا میگم وقتی رصد میکنم مردم رو خیلی معقول تر میبینم. ولی این آسیب وجود داره که برای حل مشکل دنبال سیلور بولت یا عصای موسی. میگه آقا بزنم که درست بشه. اصلا فرایندش رو نمیخواد طی بشه. طفلی که الان به یا این آدمی که الان به مشکل بزرگ چاقی و چربی دور قلب و سکته‌های مکرر قلبی رسیده، این 30 سال 40 سال 70 سال پرخوری کرده. چی میخواد؟ به جای این که دنبال تغییر الگو و سبک زندگیش باشه تو پرخوری و تحرک، سالوشنش چیه؟ میگه آقا شنیدم یه داروی تو ماهواره تبلیغ میکنه، ناصر خسرو میفروشه، اینو بخوری تو یه ماه مثلا 10 سایز کم میکنم. یا دیگه علمی ترش چیه؟ میگن یه جراح دکتر دیدم بیلبوردشو، این میتونه منو عمل کنه حدود 60 کیلو از وزنم رو کم کنه. بعد میگه خب 60 کیلو رو که کم میکنه بعدش که دیگه انشالله درست. میگه نه دیگه 60 کیلو کم شد و دوباره اون روند و سبک پرخوری ادامه داره. شما جمله وزیر نیرو رو در مراسم افتتاح بخشی از خط انتقال طالقان به تهران رو ببینید. تهرانی که الان اووردوز کرده، بحران آب داره، تمام ایناش برد کرده. یا این خط انتقال رو که بیاریم میتونیم امنیت آبی 3 میلیون نفر دیگر رو تامین کنیم. تو مگه الان به بحران اووردوز آبی نخوردی؟ خب لذا الان رفته یک عمل کرده براش 7000 میلیارد تومان برای کشور آب خورده. خب 7 همت حداقل آب خورده ایمون. بعد میگه خب دیگه قرار درست بشه دیگه. الان ببین تهران تا نزدیکای کما رفت، سکته کرد، این دیگه قرار درست. میگه نه 3 میلیون نفر دیگه رو میتونم جا بدم. این مشکل ناشی از کجاست؟ ناشی از تماما اون مسئله است که ما وقتی میگیم امید داریم یا گوش کردن یا نکردن، این یا اثر بخشی، نگاه من نگاه عصای موسی نیست. من توقع ندارم الان یه رئیس جمهوری بیاد یه چیزی داشته باشه تق بزنه. هیچ کس در دنیا چنین چیزی نکنه. بزنه مشکل زاینده رو حل کردم، مشکل ارومیه رو حل کردم، مشکل هامون رو حل کردم، مشکل تهران و مشهد اصلا نیست. من در دولت مرحوم شهید رئیسی معاون اول گفتش و دستور ویژه داد که به نماینده ها سال اول مشابه سال اول آقای پزشکیان، سال اول آقای رئیسی هم زاینده رو مشکل خورد. یادم بله. بعد آقای معاون اول زنگ زد به دوم معاون که آقا مشکل 3 ماهه حل شود. بعد من اونجا یه مصاحبه کردم و یادداشت نوشتم که آقا مسئله زاینده رود مسئله 300 تا 500 ساله. اصلا اون زمان صفویه حداقل از زمان صفویه تا حالا بوده. یه جاهای خوب یه جاهای ضعیف و الان دیگه مشکل داره سر باز کرده شدیدتر. اگر معاون اول با این دستورش بتونه مناقشه زاینده رود رو تو 3 ماه، نه تو 1 سال، نه تو 2 سال حل و فصل بکنه، باید جایزه جهانی نوبل آب رو با آقای مخبر تحویل داد. و بلا استثناء دیدیم دستور 3 ماهه آقای مخبر در سال اول دولت شهید رئیسی الان چقدر گذشته؟ دوباره افتاد 3 سال بعدش دولت آقای پزشکیان، سال اول دوباره زاینده رود. این مشکل کجاست؟
مشکل همون جمله تکراری منه. یه استادی داشتم تو آمریکا، این جمله خیلی قشنگی میگفت بزرگترین مشکل تو مسئله آب اینه که نمیدونیم مشکل چیه. مشکل آقایون همین نگاه‌های عصای موسایی به مسئله آبه که این مشکل گفتم گریبانگیر دولت مردان، دانشگاهیان و جامعه هم هست. اینجا به توقع داره شما زاینده رو تو 2 ساله حل کنی. آقا هیچ جای دنیا 2 ساله نمیتونه به شما زاینده رو حل کنه. ارومیه‌اش هم تازه 10 سال طول کشید نشد. بس مگه دست کی بود؟ من با مای دانشگاهی خودم رو نقد کنم. من البته توی ستاد احیا نبودم چون نقاد بودم و ایرانم نبودم، اصلا مشورتی از ما نشد. ولی در کل مگر احیای دریاچه ارومیه دست همکاران معزز دانشگاه نبود؟ عمده دانشگاه مطرح کشور توش نقش داشتن. شد یا نشد؟ ببینید من که میتونم به عنوان یه دانشگاهی خیلی صریح دانشگاه رو نقد کنم که اصلا بستری که دانشگاه به احیای دریاچه ارومیه داشت بستر غلطی بود. کاملا علم فریاد میزد این سازوکاری که بستری که برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه داره روی این بستر داره سازه و ساختمون احیا رو میزنه به هیچ عنوان پایدار نخواهد بود. اگر با اون سازوکاری که ستاد احیای دریاچه ارومیه داشت دریاچه ارومیه احیا میشد کار عجیبی بود. ببینید این که الان احیا نشده عجیب نیست از نظر علم. بر این اساس اون اشکال و بستری که من جمع‌بندی بکنم این راند رو و این دور رو، ببینید اینجاست که توقع و انتظارش از مواجهه با مسائل آبی انتظار عصای موسایی است. آقا خیلی از مسائل ما اینجا آقا بریم راندمان رو حل کنیم. آقا مگه دنیا الان اومده راندمان رو حل کرده؟ تازه اگه اونایی که تازه حل کردن چند ساله حل کردن، یه سیل در یک هلندی که مساحتش تازه میشه چند تا استان ما 60 سال فرآیندش طول کشیده. لذا ما جمله داریم مدیریت منابع آب پروسه است نه پروژه. این رو جا بیتونه به این باور شکل بگیره. من به نظرم یه بخش دیگه مهمی از بستر مسائل آبی و اون ساختمونی که میخواد روش فونداسیون ایجاد بشه چیه؟ ایجاد شده. قبول بکنیم که مسئله آب صرفا یک اقدام 2 ساله ما که با مسئولین داریم دعوا میکنیم اینا مثلا توی فضای دیگه هن که میگن 3 ماهه و 6 ماهه دستورای مجلس رو دیدید کمبود آب شرب و اینا رو فقط برسونن، اونم 6 ماه اونا چیز نمیشه. اینا هم ناشی از اون نگاه. بعد میگم آقا اصلا 1 دولت و 2 دولت و 3 دولت نیست، فراینده. ببین این سلسله حکمرانی هنوز به این نگاه فرایندوار نرسیدن. لذا عینکش اینه که میگه خب روحانی چیکار کرد، بعد اون میگه رئیسی چیکار کرد، این میگه پزشکیان چیکار کرد، اون میگه قبلی چیکار کرد. اصلا کسی نمیاد بگه که آقا اینا همون بحث اینا رانندن. مشکل خودرو جاده هم جزء مسئله هست. آقای دکتر من حالا سوال خیلی زیاد دارم، بر همین سریعتر بریم انشالله سراغ آسیب شناسی رو شروع بکنیم. از منظر خودتون چطور میبینید وضعیت در واقع تصویر مدیریت آبی کشور رو تا بعد انشالله وارد سوالات بعدی بشیم. به این سوال خیلی خوبی کردید. اصلا ما قبل از اینکه بیایم ورود پیدا بکنیم که حالا چه کار بکنیم یا آسیب شناسی داریم و قبل از اون آسیب شناسی من همیشه این رو گفتم در مواجهه با هر مسئله، شاید این برای بیننده ها بعضی از بینندگان جالب باشد، ما با هر مسئله پیش اومد ما 6 تا چه داریم. اولیش چیستی مسئله است، دومیش چرایی است، سومیش چگونگی است، چهارمیش چه کسی با مسئله باید مواجهه کنه، پنجمیش چه زمانی و ششمیش چه مکانی. تو این 6 تا چه 3 تای اولش چی هن؟ اولویت بسیار کلیدی دارن. اما به صورت کلی تو تمام این 6 چه، چیستی، چرایی، چگونگی، چه کسی، چه زمانی و چه مکانی، مهمترین چه چیستی مسئله است.
مسئله آب در ایران چیست؟ من تو برنامه‌های قبلی سعی کردم به بخشی از این مسائل بپردازم، اما تو این برنامه تلاش دارم یه زاویه دیگه ای رو بریم باش نگاه کنیم. این برنامه تمام از زاویه جدیدی به چیستی و بعد انشالله تو برنامه آتی به چرایی مسئله آب بپردازه. برید، من همیشه توی کلاس‌های درس یا تو برخی از جلساتی که فرصت ارائه مناسبی داشتم رو یه سوال پرسیدم. ما سیاست گذاری و مدیریت آب انجام بدیم که چی؟ اصلا میخوام به چی برسیم؟ آب داشته باشیم برای خوردن، بهداشت، صنعت، کشاورزی. احسن، آب داشته باشیم. بر این اساس الان هلند که کشور بسیار پرآبیه، برای بهداشتش، شربش، صنعتش، کشاورزیش، محیط زیستش آب داره که هیچ بسیار هم زیادتر داره و سیاست گذاری و مدیریت نمیخواد. اون که الان باید در تمام دانشگاهاشو، اندیشکده‌هاشو، مراکز سیاست گذاریشو تعطیل کنه. یا ما که دیگه تو حوزه آب، ما که آب داریم پس الان دنبال چیم؟ آره، بعد چی میخوایم؟ خب این همون باور ابتدای جلسه که صحبت کردیم هم دیگه. خب بعد چی میخواد؟ چرا دولت هلند، سیستم حکمرانی هلند، تو که همه تو حوزه آب که دیگه از غنی ترین کشورهای دنیایی، تو دیگه چرا هر سال بودجه تحقیقاتی سر آب تو هلند بیشتر میشه؟ چرا تعداد مراکز پژوهشی اندیشکده‌ای داره بیشتر میشه؟ چیه پاسخ مسئله اینه، ما مسئله حکمرانی، سیاست گذاری و مدیریت رو انجام میدیم که یه پاسخش اینه که به امنیت آبی برسیم. و بخشی از اون چیستی و گمشده بزرگ ما که تو این 6 دهه و به ویژه 3 دهه اخیر بسیار کم بهش پرداخته شده، بحث چیه؟ امنیت آبی. من حالا اینجا وقتی میخوایم ورود کنیم به امنیت آبی، یک سوال کلیدی پیش میاد. امنیت آبی یعنی چی؟ اصلا چیست؟ یعنی ما تو اون 6 چه و 3 چه اول تازه میخوایم ورود پیدا بکنیم به چه اول، چیستی امنیت آبی. به شرطی که فعلا قبول کردیم امنیت آبی، نیل به امنیت آبی یک هدف بسیار مهمی است که تا الان واقعا صدا و سخن و صحبتی علمی یا با رویکردهای مناسبی براش نداشتیم. اوکی، تا اینجا الان من تونستم. بریم سراغ بحث امنیت آبی. وقتی که ما میریم سراغ، پس ما میریم مدیریت آب رو انجام میدیم. من وقتی میرم مدیریت آب رو انجام میدم میخوام برسم به امنیت آبی. یه سوال، من اگر همین سوال رو الان از وزیر نیرو بپرسم جوابش چیه؟ بهش میگم تو چرا داری مدیریت آب انجام میدی؟ احسن. شما اصلا این سوالو قبل از این بریم آقا از نمایندگان کمیسیون آب و کشاورزی مجلس بپرسید، از وزیر نیرو بپرسید. احتمالاً پاسخشون تامین آبه نه امنیت آب. ببینید، تامین آب نه امنیت آب. و بین این دو فاصله بسیار بسیار کلیدی وجود داره. یعنی ببینید شاید از همینجا دیگه ما بتونیم بگیم وارد بحث اصلی ما شدیم. طی برنامه‌ای که اعلام شده و وزرا برای رأی اعتمادشون به مجلس دادن، ما بسیار در حوزه آب شهری میدونیم میزان دسترسی مردم در آب شهری ما بالغ بر 99.83%. مردم با آب شرب بهداشتی دسترسی دارن تو حوزه شهری. این رقم ما تنه میزنه به رقم هلندی که مساحتش بسیار کوچیک، اقلیمش بسیار پرآب، مایی که بسیار بزرگ و اقلیمی کم آب. ولی رقم دسترسی و تأمین آبمون داره تنه میزنه به تنه هلند. سوال، بعد از 40 سال سیاست گذاری با هدف تأمین آب، آیا الان شما به عنوان یک شهروند در کلان شهرها و شهرها
این باور رو و به این یقین رسیدید که ما و به این درک رسیدید که ما الان به امنیت آبی رسیدیم یا نه؟ پاسخ پس چی شد؟ ما که تأمین آب داشتیم، پس چرا به امنیت آب نرسیدیم؟ پاسخ به این سوال چرا مهمه؟ چرا مهمه؟ چون بعدش میتونه سیاست‌های ما رو تغییر بده. اصلا این چیستی اگه باز بشه، چرایی وضع موجود و چگونگی مواجهه باش و چه کسی و چه زمانی و چه مکانی، همه پیرو جواب به این سوال. من تمام سعیم اینه که اهمیت این سوال رو پررنگ کنم. خب پس رسیدیم به این که امنیت آبی چیست و الان هم بریم از وزیر بپرسیم، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه بپرسیم که قبلا آقای کلانتری بود، به اون عمل کرده بسیار بسیار قابل آسیب شناسی جدی و ایرادات فوق‌العاده جدی که به عمل کرده ایشون در 20 سال مدیریتش در حوزه آب و کشاورزی و محیط زیست به جد وارد هست و اون ده‌ها برنامه مجزا میخواد که الان شأن این برنامه تو پرانتز بنده خدا که خیلی دائم داره نطق و سخنرانی در انتقاد از وضعیت سیاستگذاری آب میکنه. ببین یکی از چالش‌های حکمرانی کشوره که افرادی که باید بشینن رو میز پاسخگو عملاً خب طلبکار میشن، منتقد و طلبکار میشن. من توی نقدشون هم همچنان نقدهای جدی به افکار حتی انتقاداتشون هم باز بهش انتقادات بله نقد جدی بوده. اما از رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه که هدف چیه؟ شما به ندرت کلمه امنیت آبی و امنیت زیستی رو میشنوید. شما باید الان منظورتون رو بیشتر توضیح بدید که حالا اینجا سوالی که پیش میاد که امنیت آبی چیست؟ برای که پاسخ به این سوالو بدیم 2 تا سوال باید جواب بدیم. 1 آب چیست؟ 2 امنیت چیست؟ 3 از ترکیب این 2 تا جواب سوالی که امنیت آب چیست در فرقش با امنیت در سایر حوزه ها چیه؟ مثل امنیت انرژی. آقا آیا اون سازوکارها و تعریفی که در حوزه انرژی هست تو حوزه آب هم هست؟ آیا اون تعریفی که در حوزه اقتصاد هست و امنیت اقتصادی در حوزه امنیت آبی هست؟ شما اصلا یه ترمی دارید بهش میرسیم به نام امنیت نظامی. خب اولین کاری که شما باید بدونید اینه که آقا سازوکار نظامی با حوزه آب، با انرژی، غذا، سایبر و متفاوته. پس بر این اساس اول میگیم بعد بریم آب چیست و بعد بریم سراغ امنیت و بعد جواب سوالو بدیم که این در بیاد. امیدوارم خیلی از اون چیستی چرایی و چگونگی ماست. یه سوال به نظرتون بحث خیلی نظری نیست یا اینا دقیقاً میاد و روی مصادیق میشینه؟ و دقیقاً میاد روی مصادیق میشینه. من با یه مقدمه خیلی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای ازش سریع این بیننده ها این رو همراهی بکنن، بعدش میریم دقیقاً عینی و با مصداق صحبت میکنیم. دقیقاً ببینید موقعی که من صحبت از آب میکنم من مفصل گفتم، مکرر هم گفتم، ما در کلاس‌های درس دانشگاه این جمله من تکراریه، برای بچه‌های مقطع دکتری مدیریت منابع آب من 16 جلسه از 32 جلسه کلاس‌های مقطع دکتری مدیریت آب فقط مختص این سواله. آب چیست؟ آب چیست؟ بلا استثناء هم پاسخی که بهش داده میشه غلط. و بعد حالا اینجا دیگه فرصت نیست من بگم آقا اصلا ابر مسئله ما همین مسئله است که وزیر نیروی ما هم هنوز جسارتا نمیداند آب چیست. وزرای نیروی ما هم عمدتاً شاید ندونستن آب چیست. عمدتاً وقتی که صحبت از امنیت آبی میکنیم آب یه درهم‌تنیدگی‌هایی داره. مکرر گفتم ما موقعی که صحبت از امنیت آب میکنیم و کسی که میاد تو حوزه امنیت آبی و سیاست گذاری امنیت آبی کار میکنه با 5 تا حوزه و بستر مواجهه. 1 امنیت آشامیدن، شرب و آموزش. 2 امنیت غذا.
3 امنیت انرژی، 4 امنیت اقتصادی و توسعه و 5 امنیت محیط زیست. اینها با امنیت آب هم گره خورده. دقیقاً. کسی که میره امنیت سایبری کار میکنه میگه آقا من سایبرم دیگه، کار دیگه ندارم. من ربطی نداره. کسی که حوزه انرژی کار میکنه تقریبا میگه آقا من با انرژی ام. اما حوزه مسئله آب یک تفاوتی که با سایر حوزه‌ها داره که اصلا فضاش یه فضای 5 بعدیه. باید همزمان به همه اینو با هم جواب داد. همه اینها رو باید اشراف داشته باشی و یه نفر تقریبا امکان پذیر نیست. لذا شما نیاز به یک جمعی از متخصصانه، امنیت غذا، امنیت آب، امنیت اقتصادی و امنیت انرژی و امنیت محیط زیستی و اقلیمی داری. و کجا کار شما رو داره سخت‌تر میکنه؟ مسئله اینه که آب به جز این 5 تا حوزه که مسئله امنیتی دارد تازه مقیاس‌های مختلفی داره. یه بار شما یه امنیت آبیتون دارید در مورد یه روستا صحبت میکنید، یه بار در مورد یه شهر، یه بار دارید در مورد امنیت آبی ارومیه صحبت میکنید، یک حوزه آبریز، در یه حوزه آبی. یه بار دارید در امنیت آبی زاینده رود صحبت میکنید که الان دیگه یه حوزه آبریز هم نیست، بین دو حوزه است. بین دو حوزه، بین چندین استان. و یه بار اصلا دارید در مورد امنیت آبی هیرمند و هریرود صحبت میکنید. بین المللی میشه. مقیاستون بین المللی. دارید در مورد امنیت آبی دجله و فرات صحبت میکنید. به جز اینها کار شما کجا سخت‌تر میشه؟ از اون 5 تا حوزه و این مقیاس ها تازه شما موقعی میستی که امنیت و مسئله سیاست گذاریتون ابعاد مختلفی داره. لذا در حوزه آبی تصور کنید که مسئله آب یک مسئله فنی است، یکی دیگه از اون بسترهای باطلاقی آبی. نه، مسئله آبی مسئله در برخی از حوزه‌های فنی است، در برخی از حوزه‌های اجتماعی است، دارای ابعاد سیاسی است، دارای بعد حقوقی است، دارای بعد نظامی و دارای بعد امنیتی و دارای بعد نهادی است. مسئله آب در زاینده رود یک مسئله اجتماعی و سیاسیه. مسئله آب در ارس یک مسئله سیاسی و امنیتی و ژئوپلیتیکیه با اقداماتی که ترکیه داره و علیه کشور با این دست انجام میده. مسئله آب در ارومیه بعدش با مسئله آب در زاینده رود کاملا متفاوته. الان زاینده رود خوش شده، مردم اصفهان به شدت دنبال احیای زاینده رودن. حتی همین هفته گذشته که بحث برگزاری کنسرت تو بستر خشک زاینده رود بود، ببینید مردم چجوری موضع گرفتن، گفتن نمیذاریم برای این بستر خشک. چرا؟ نمیذاریم پیش‌فرض بگیرید که خشکه. چرا؟ چون مسئله زاینده رود هویتی است. زاینده رود هاشتو نیست، هویت اصفهانه. حالا معادلش به مردم مشهد بگید آقا کشفرود خوش شده. چقدر تا حالا صدای اعتراض مردم مشهد؟ من از خودم متولد مشهدم میگم، به مشهدی‌ها بگید عمدتاً این جسارت بکنم مزاح رو با مردم عزیز مشهد بکنم، اما به مشهدی‌ها بگن که آقا کشفرود خوش شد، میگه خب خوش شده، که خوش شده. کنسرت نه اصلا کنسرت کی برگزار می‌کنی؟ خب کی کنسرت برگزار می‌کنی؟ ولی توی اصفهان میخواد تو بستر زاینده رود کنسرت برگزار بشه. مردم چرا؟ چون کشفرود برای مردم مشهد هویتی نیست، اما زاینده رود برای مردم اصفهان هویته. لذا اینجا امنیت زاینده رود دیگه امنیت تامین آب نیست، یک امنیت اجتماعی سیاسیه، در حالی که امنیت در کشفرود یه امنیت تقریبا میتونین با مقداری اقرار بگیم یه امنیت هاشدوییه. آب شرب، آب باشه، کشاورزی بیاد، کشاورز استفاده کنه، مردم آب داشته باشن، بقیه‌اش. ببینید کار کرد. پس بجز اون 5 تا بعد و مقیاس ها، حوزه ها هم و کارکردها هم کاملا تو بخشی از جاها اصلا کارکردش اجتماعیه، تو بخشی جاهای سیاسیه، بخشی جاها اصلا مسئله نهادیه، بخشی جاها مسئله حقوقیه، بعضی جاها مسئله ژئوپلیتیکیه، بعضی جاها مسئله کاملا طبیعیه.
یعنی مسئله اقلیمی و طبیعیه. خب با این مسائل شما با یک مسئله مواجهید به نام آبی که طبیعی هست، اجتماعی هست، سیاسی هست، اقتصادی هست، محیط زیستی هست، امنیتی هست، نظامی هست، بعد انرژی هست، غذا هست، محیط زیست هست، گرد و غبار هست، شرب هست، فرونشست هست، محلی هست، روستایی هست، استانی هست، ملی هست، بین المللی هم هست. شما میگید کل این فضا که دارید میگید به مدیریت همش با هم میگن امنیت آب، یا امنیت آب خودش بخشی به این تازه میگن آب. آها. من تا اینجا تلاش کردم میگم آب H2O نیست. ابعاد مختلف، حوزه‌های مختلف، سطوح مختلف هم. اصلا آب هویتی. اصلا یه مثالشو میزنم. مثال دیگه همیشه که زدم تکراریه. اما ما 2 تا کرانه و سیستم آبی داریم در جنوب کشور. یکیش خلیج همیشه فارس، یکیش دریای عمان. اسم اصلیش چیه؟ دریای مکرانه. سوال چرا خلیج همیشه فارسش برای ما ایرانی‌ها اصلا میزان آبش مهمه یا اسمش یا کارکرد، بهتر بگیم اسمش کارکرد هویتی دارد. ببین خلیج فارس سامانه آبی نیست، اینجا دیگه H2O نیست. در کنار کارکردهای ژئوپلیتیکی و نظامی و مسائل مختلفش یک کارکرد بزرگش برای ایرانی ها کارکرد هویتی است. در حالی که دریای عمان بغل دستش که اسم یک کشور دیگه ای داره رو، ولی میخوام بگم اینجا خزر هم همینطوره. بله کاسپیان و خزر. ببین اصلا اینجا دیگه این آب این ویژگی رو داره. شاید معدود پدیده دیگه رو داشته باشیم که این همه در همتنیدگی و کارکردهای فیزیکی، طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی و ژئوپلیتیکی داشته باشه. بعضی از شؤون کالاهای اساسی، انرژی، اینا شاید نزدیک همچین چیزی باشه. شاید نزدیک بهش بشن. لذا نفت کارکرد ژئوپلیتیک و امنیتی دارد اما هویتی دیگه نیسته. خب ولی آب تمام این شؤون رو انگار اومده و جعلنا من الماء کل شیء. و این تا اینجا شما با آبی مواجهید که H2O نیست. حالا من باید برم سراغ تعریف امنیت و به چی میگیم امنیت. یه چالش بزرگ دیگه ای که ما به جز این در هم تنیدگی های مختلفی که گفتیم شاید برای ما جالب باشه اینه که امنیت آب در ایران حالا یعنی چی؟ بنای زرندی شاید برای شما جالب بشه. امنیت آب در هلند و اروپای غربی و امنیت آب در انگلستان و امنیت آب در آلمان با امنیت آب در منطقه غرب آسیا با یک اقلیم خشک و نیمه خشک طبیعتاً متفاوت. یه نکته خیلی جالب شاید در مورد مسائل امنیتی ایران، ما مسائل امنیتی آبی ایران به جز اون مقیاسایی که گفتم، یه نکته خیلی مهم اینه در کنار اون بحث محلی، ملی و بین المللی، ما از منظر مسائل آبی اونهای زنده کل کشور ما 6 تا حوزه آبریز اصلیه. 5/6 از نظر تعداد، نه مثلا 5/6 تعداد حوزه‌های آبریز ما فرامرزی هست. فکر کنم حوزه فلات مرکزی فقط حوزه فلات مرکزیه که داخلی. یعنی چی؟ یعنی امنیت آبی امنیت آبی که شد امنیت غذایی، شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست که میشه گرد و غبار یه بخشش، 5/6 تعداد حوزه آبریزمون به چی وصله؟ به منابع آبی وصله. امنیت آبیمون که داخل کشور خودمون نیست، اختیارش به صورت کامل داخل کشور خودمون نیست. تازه فلات مرکزی که اختیار کاملش دست خودمونه، اوضاع امنیت آبیش مشخصه از منظر مناقشات و وضعیت و مثلا دید تو اوضاع آبی ببینید. حالا اینها کجا مثلا امنیت آبی ما رو پررنگ داره میکنه؟ به جز این 5/6 که ما دور تا دور اون مرزی هست، ما در بخشی از حوزه هامون پایین دستیم، در بخشی از حوزه هامون بالا دست. نکته بعدیمون چیه؟ نکته بعدیمون اینه که ما از نظر تعداد همسایه، جالب شاید برای بینندگان باشه اینه که ما 15 تا همسایه داریم، با تقریبا میتونیم که با 15 تا همسایه‌مون مرز مشترک آبی داریم. و این یعنی چی؟ یک شرایط بسیار بسیار خاص
امنیت آبی که تا حالا بهش به اندازه کافی نپرداختیم. من تو این 15 تا گفتم بعضیاش پایین دست، بعضیاش بالا دست. من نکته جالب تر اینه که بالاخره ما در این مسائل امنیت آبی که داریم بحث میکنیم، شاید این رو هم باز دوباره لازم باشه یه مقدار تو فضای گفتگو جابجا بشه، اینه که ما 310 تا حوزه آبریز فرامرزی تو دنیا داریم که بین 151 کشور دنیا مشترکن و ایران هم یکی از اون کشورهاست که بین چندین حوزه آبریز هیرمند، هریرود، اترک، ارس و دجله مشترک هست. نکته مهمی که وجود داره از این 310 تا حدود 5 تا جزو پرتنش‌ترین حوزه‌های امنیت آبی دنیا مطرح میشه که بین اونها حوزه آبریز اردن مشترک بین رژیم صهیونیستی و فلسطین و اردن یکی از پرتنش هاست، حوزه آبریز دجله و فرات، حوزه آبریز آمودریا در آسیای مرکزی و حوزه آبریز هیرمند. وقتی که ما میایم مسئله امنیت آبی رو تو ایران رصد میکنیم میبینیم ای وای من، ما به جز اینکه 5/6 حوزه آبریزمون فرامرزی است و مشترک به امنیت آبیش کامل دست خودمون نیست، بحرانی تریناش در قشنگ محصور شدیم بین 3 تا از بحرانی ترین حوزه های آبریز از 310 حوزه آبریز دنیا، بین 3 تا از بحرانی تریناش ما کاملا محصوریم. و این یعنی چی؟ یعنی ورود به مسئله امنیت آبی یک مسئله بسیار بسیار کلیدی است که ما ازش غفلت کردیم. حالا با اینها ما باید به این برسیم که امنیت چیست و مسائل آبیمون رو ما به این برسیم به امنیت آبی. وقتی که میایم صحبت از امنیت میکنیم، آیه زندی تعریف مهم امنیت. امنیت یک امر بین الاذهانی است. یعنی چی؟ امر بین الاذهانی یعنی چی؟ یعنی مردم حس امنیت داشته باشن به طور کلی. یعنی اصلا تعریف و برداشت هر کس میتونه متفاوت. 29 درجه 30 درجه هوای گرمی است یا هوای سردی است؟ بارها گفتیم از نظر کی؟ 30 درجه برای اردبیلی با 30 درجه برای یک اهوازی و کرمانی تعریف کاملا متفاوت. سالی چند تا عملیات انتحاری و بمبگذاری مرز امنیت رو اشاره میکنه؟ میتونی بپرسی در سوریه، در افغانستان یا در ایران. لذا به این مسئله دوتا، مثلا اگر بمبگذاری در سوریه مثلا از برسه به سالی 5 تا، مردم سوریه ممکنه حس امنیت و خوشحالی داشته باشه، اما خدای نکرده دوتاش هم تو ایران میتونه حس ناامنی. لذا اینجاست که میگیم امنیت یک امر بین الاذهانی است و مبتنی بر دکتریناهای نوین امنیت 2 بعد داره: 1 امنیت عینی، 2 امنیت ذهنی. به امنیت ذهنی میگن احساس امنیت. از منظر، حالا تعاریف اینا بسیار متعدد گسترده است که دیگه واقعا برنامه رو خیلی نظری میکنه، من ازش میگذرم. فقط نکته اینا همه رو داریم مقدمات رو میگیم برسیم به تعریف امنیت آبی. با این تاکید بکنم، ببینید بسیاری از نظریه پردازان حوزه امنیت میگن احساس امنیت از خود امنیت مهمتره. برای احساس امنیت کردن هم باز میگیم اینجا، پس ببینید چون امنیت برای نیل به امنیت یه امنیت عینی میخواد، یه امنیت ذهنی. یعنی امنیت معلولی است از 2 عامل، امنیت عینی و امنیت ذهنی. اینجا باز دوباره میرسیم به امنیت عینی و امنیت ذهنی. این دو هم باز خودش گفتیم امنیت ذهنی مهمتر میتونه باشه از امنیت عینی. بعد احساس امنیت خودش باز معلول است. از چی نشأت میگیره؟ چه چیزی باعث ایجاد احساس امنیت میشه؟ باز دوباره تو حوزه مطالعات امنیتی میگن از مهمترین عواملی که باعث ایجاد معلولی به نام احساس امنیت میشه اعتماد به نهاد امنیتیه. تراست. لذا اعتماد و اعتماد سازی
میشه یک فاکتور مهم ایجاد. و من نوعی اگر بخوام در جامعه برم و ایجاد امنیت بکنم به عنوان نهاد امنیتی و نهاد امنیت ساز، بعد دغدغه‌ام چی باشه؟ سرمایه اجتماعی و تراست بیلدینگ، اعتماد. و اگر خدایی نکرده بخوام یک کار ضد امنیتی بکنم، بعد برم چی مخاطب قرار بدم و بزنم؟ سرمایه اجتماعی و ایجاد حس اعتماد رو. الان میبینید چرا اینقدر سرمایه گذاری داره میشه روی رسانه مثل ایران اینترنشنال و رسانه هست. اوکی. و برای حالا اگه بیاد تو فضای امنیت آبی چی میشه؟ دقیقاً حالا بهش میارزم. و جمله رو بگم و بریم مصادیق آبیش. و برای خود اعتماد هم باز میگیم معلوله. ببینید اینا همه رو گفتیم عامل معلول، تمام اینا وقتی میشه اعتماد چجوری ایجاد میشه؟ اعتماد عامل احساس امنیت عامل امنیت هست ها، ولی باز خود اعتماد هم معلوله. اعتماد که مثل بارش باران نیست که بریزه بگه آقا مردم به ما اعتماد کنید. باز دوباره خودش یه بحث بسیار گسترده‌ای میطلبد، بسیار گسترده. ما چه داریم چارچوب کلی دقیقاً که اعتماد خودش از عوامل ایجاد اعتماد عدالت. چون باید عدالت که سرمایه و اجتماع، سرمایه و اعتبار و اون پیوسته اجتماعی و بعد اعتماد ایجاد میکنه. و بعد اینجا اون تفاوت تأمین و امنیت داره مشخص. چرا شما 99.83% تأمین داری ولی امنیت نداری؟ چرا در حوزه این تازه در حوزه شرب شماست، چرا در حوزه کشاورزی شما امنیت آبی نداری؟ چرا؟ چون اون بعد بسیار بسیار مهم امنیت که میشه امنیت ذهنی یا احساس امنیت رو اصلا روش دغدغه و کاری نداره. شما میفرمایید که مثلا اون کشاورز در اثر مسائلی که دیده اینها اعتمادی به نهاد احسن اعتمادی کشاورز، صنعت، محیط زیست، حتی سازمان محیط زیست و مردم تو بخش شرب، اون اعتمادی که باید به نسبت به نهاد متولی امنیت آب داشته باشن رو ندارن. شما الان مناظره‌های دستگاه اجرایی رو نگاه کنید. وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو اعتماد ندارد، وزارت نیرو به وزارت جهاد، سازمان محیط زیست به هر دوشون، هر دو اینها به سازمان محیط زیست، دانشگاه به هیچ کدوم از این سه تا اعتماد ندارن، مردم هم به همه با هم اعتماد ندارن اینجا متاسفانه. و این احساس خطره. بر این اساس اون چون اون اعتماد نیست، لذا کشاورز شما الان بریم این کشاورزا به چند تا از کشاورزا یک بررسی بشه چقدر به وزارت نیرو به عنوان متولی تأمین آب برای امنیت غذایی اعتماد دارد. ندارد. خود سازمان دولت به دولت ندارد، چه برسه که مردم به دولت. لذا اون اینجا اصلا میرسیم به یک سوال بسیار کلیدی تر، بسیار سوال کلیدی و مهم و مقفول مانده تو سیاستگذاری کلان راهبردی کشور. متولی امنیت آبی کشور کیست؟ سوالی که اصل امنیت آبی رو شما میگید که هنوز درک نشده دیگه، متولیش که اونم در کشوری که از 6 تا حوزه آبریزش 5/6 تعدادش فرامرزیه. تو منطقه پرتنش غرب این برای سوریه ناامنه که گروه‌های تروریستی دارن از آب بر علیه مسائل سیاسی استفاده میکنن. این برایش افغانستانه که آب کاملا ابزار سیاسی شده، براش اذعان کردن. اون برایش ترکیه است که داره سدسازی متعدد میکنه. و در داخل هم وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست و نیرو و سمت با هم دیگه درگیرن. سوال با این مشخصاتی که از این در همتنیدگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اقلیمی، امنیتی و ژئوپلیتیکی بر سر آب گفتیم، متولی امنیت آبی کشور کیه؟ وزارت نیروه. خب قطعاً و بلا شک میدونید اصلا در سطح وزارت نیرو نیست. چرا؟ چون وزارت نیرو وزارت تأمین کرده خودشو، حتی به تقاضا هم کار ندارد.
به طنز بهش میگن وزارت لوله و بتون و میلگر. جز لوله و بتون و میلگر تو مدیریت چیز دیگه شما ازش میبینید؟ خب میگیم باشه. اصلا تو اوضاع فرامرزیمون متولی امنیت آب تو اوضاع فرامرزی ما کیه؟ وزارت نیروی یا وزارت خارجه یا نهادهای امنیتی و سیاسی؟ نفرش تو وزارت خارجه است. نه نفری ندارد. الان فقط برنامه توسعه هفتم اومده تازه گفته متولی دیپلماسی آب وزارت خارجه است، نه متولی امنیت آبی. لذا موقعی که مسئله سیستان پیش میاد، مثال میگم سیستان، اَرس، وزارت نیرو میگه آقا به من ربطی نداره چون من متولی مسائل داخلی ام، از اون ور مرز به من ربط نداره. وزارت خارجه میگه آقا مسئول آب منم. لذا ببینید شما مگه قبول ندارید، مگه به عینه به این نرسیدید که امنیت آبی الان یک رکن بسیار مهم امنیت انسانی و امنیت ملی ماست تو منطقه که الان قطب‌های سرطانیش سر باز کرده. درسته؟ سوال الان متولی کیه؟ کیو باید بشونیم اینجا باید صحبت کنیم آقا پاسخگوی وضعیت امنیت آبی کشور باشه؟ شما چه نهادی و پیشنهاد؟ ببین اصلا نهادش هیچی، سوالش هم وجود ندارد. لذا من تو این برنامه دارم تو به صورت عمومی اولین سوالو میپرسم، متولی سیاست گذاری امنیت آبی کشور کیست؟ قبلش هم برداشتیم گفتیم که اصلا امنیت آبی رو هم نمیدونیم چیست. لذا وزارت نیرو کدوم اگر میاد میگه من متولی امنیت آبی، کدوم ساز و کاری رو تو وزارت نیرو شما دارید میبینید برای بحث سرمایه اجتماعی و اعتماد؟ چند تا آدم داره تو حوزه اعتماد و سرمایه اجتماعی در حوزه آب کار میکنه؟ مگر تمام نظریه‌ها و دکترین‌های بروز امنیت نمیگن احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است؟ آخه مشکلمون اینه وقتی این جمله رو میگیم آقا میگن خب کار نداره، صدا سیما پاشو بیا دو تا مسابقه باشگاه مثلا اسپانیا اون زیر 2 تا زیرنویس بکن، صرفه‌جویی و اعتماد به وزارت نیرو. فکر می‌کنم اگه اونجا میسن صرفه‌جویی کنید یا به وزارت به ما اعتماد کنید مثلا اعتماد ایجاد میشه. در حالی که نمیفهمه، واقعا بعضی وقتا فکر می‌کنه نمیفهمه یا نمیتونه بفهمه که اعتماد معلوله. با زیرنویس کردن اعتماد برساخته میشود، شرط داره، پیش شرط داره، فراینده. اعتماد سازی فرایند است، الزامات داره. آقای سیاست گذار امنیت آبی که نمیدونیم کی هستی تو این کشور که بعد یک بالاخره الان ما بریم یقه کیو بگیریم، یقه کیو باید بریم بگیریم تو این بحران امنیت آبی که دیگه نخست وزیر به جانی ترین آدم تاریخ فعلی الان نشسته پارچه آب گرفته برای ایرانی‌ها رو تمسخر میکنه. وزیر نیرو رو اینقدر برای شما میاره که به من ربط نداره، جهاد میاری میگه اینقدر ربط نداره، فلان میاری میگه به من ربط نداره، نهاد امنیتی میاری که به من ربط نداره. مثلا کیو بذاریم؟ سازمان وزارت خارجه که تو میگه من نیستم، وزارت نیرو که لوله و بتون و میلگر جز نمیفهمه، محیط زیست خب اونم که ببخشید تو امنیت زیستی هنوز براش تعریف نشده. تو ما حتی تو امنیت محیط زیستی هم تمام این چالش‌ها رو با چیز داریم. سازمان خب مشخصه که نمیتواند. سوال کی باید بیاد این مسئله رو دست بگیره و پاسخ مسئولیت بپذیرد و پاسخگو هم باشد؟ اوکی. اینجا سوال پیش میاد که چرا ما نمیتوانیم، ببینید این چیستیه رو کردیم و چرا تا الان علی رغم اهمیت این مسئله ما تو امنیت آبی همه غفلت کردیم. این مسئله رو اصلا اعتماد نمیبینیم. ببینید مثلا شاید من خودم بزنم جای اون، میگه که من اعتماد کشاورز رو دست بیارم، من مثلا چه میدونم باید شاید برم بهش بگم که تو اصلا باید تعطیل کنی، یا من فقط دارم این یه خورده آبی که دستمون هست و یه جوری تقسیم میکنم که به هر کسی یه چیزی برسه، کسی آشوب فقط نکنه. و این وضعیت از ما قبل اینه که بخوام حالا اعتماد کسی آشوب یعنی ناامنی دیگه.
ناامنی درسته؟ ناامنی یعنی مقابل امنیت. یه ناامنی عینی. آره یه ناامنی عینی. این ناامنی عینی از کجا پیش میاد؟ ناامنی عینی به وجود این ناامنی عینی از کجا پیش میاد؟ از اینکه واقعا آب نیست. عینی آب نیست، نه اینکه ذهنی آب هست. مطمئنید که نیست؟ من مثال بزنم. در مطالعات حوضه‌های آبریز دنیا یکی از پرتنش‌ترین حوضه‌های آبریز دنیا حوضه آبریز نیله. حوضه آبریز نیل کار به جای رسیدش که رئیس جمهور السیسی برای ساخت سد رنسانس توی اتیوپی حالت فوق‌العاده ای به ارتش اعلام کرد و موشک‌های رو آماده کرد لانچ بشه بیاد و بره سد رنسانس رو اتیوپی بزنه. همزمان با این مسئله اتیوپی رفت موشک‌های ضد موشک از روسیه خرید، تو کارگاه سد رنسانس گذاشت. این بحران که اومد بالا، حالت فوق‌العاده نظامی ای از سیسی به ارتش اعلام کرد به خاطر سد. بعد ترامپ اومد وارد کار شد، رئیس اتحادیه آفریقا اومد، پوتین اومد وارد کار شد. 12 دور مذاکره با میانجیگری مستقیم ترامپ در دوره ریاست جمهوری ترامپ برگزار شد. دور اولش شکست خورد. الان که به صلح نسبی رسیدن، پرونده شورای امنیت سازمان ملل. تو نیل وقتی میریم یکی از پرتنش‌ترین و ناامن‌ترین حوضه‌های آبریز دنیاست. اما وقتی میریم نگاه میکنیم آمار رو، از نظر میزان سرانه آب و تأمین عینی آب، امنیت عینی، بالاترین سطح‌ها رو تو دنیا داره. این مشکل ناامنی در حوضه آبریز نیل که باعث اعلام حالت فوق‌العاده ای به ارتش و آماده باش برای موشک شده، ناشی از چیه؟ و مطالعات انجام شده. اشاره کرده آقا مشکل و درگیری در حوزه نیل بیش از این که درگیری بر سر آب باشد، درگیری بر سر فرهنگ و ایدئولوژی و مسائل تاریخی و هویتی. همون بحثای امنیت. اصلا من صاحب نیلم، تو اصلا من صاحب نیلم، اون که مال منه، اون میگه مال. احساس امنیته. اینجاست که یه مصداق عینی وجود داره که با این که آب به وفور تو نیل و بالاترین ها رو نسبت به حوضه آبریز فرامرزی دنیا دارد، ما از نظر میزان سرانه آب در حوزه نیل اصلا تو وضعیت تنش اصلا قرار نداریم. لذا ما مصادیق متعددی در دنیا و در داخل کشور داریم که مشکل اصلی مشکل چیه؟ احساس امنیت. اون احساس امنیت که معلول خودش. ما در حوزه زاینده‌رود هم کنم، مگه حوزه زاینده‌رود الان به قول شما به مناقشه رسیده دیگه. مطالعه 3 سال ما مطالعه کردیم. بخش مهمی از مسئله امنیت آبی در زاینده‌رود ماحصل نبود احساس عدالت آبیه. مطالعه اینی که با مطالعات داریم میگیم. با دانشجوی خوبی که داشتیم مطالعه انجام شده و به نتیجه هم رسیدیم. اون چیزی که باعث مناقشه، اختلاف و درگیری شدید در زاینده‌رود شده احساس عدالته. عدم اعتماد کشاورز و مردم چهارمحال و اصفهان به متولی و نهاد تامین کننده امنیت آبی از نگاه خودتون، یعنی وزارت نیروه. شما میگید آب برای صنعت، برای کشاورزی، برای شرب، برای بهداشت، برای اینا هست. ببینید این که کجا مشکل پیش میاد. من باز با این سوال شما 4 تا مثال دیگه. ما تو حوزه ناامنی و امنیت، هم امنیت آب هم عدم امنیت آب، 4 تا حالت پیش میاد تو همه جای دنیا، تو ادبیات دکتر نامی. یه باری که شما امنیت دارید، احساس امنیت هم دارید. اوکی؟ هم امنیت هست، احساس امنیت. 2 اینکه امنیت ندارید، احساس امنیت هم ندارید. یا 3 اینکه احساس امنیت دارید، احساس امنیت ندارید. 4 اینه که امنیت ندارید اما احساس امنیت دارید. خطرناکترین حالتش کدومه؟ هیچ کدوم نباشه. نه امنیت باشد نه. لذا ما در حوزه زاینده دوچار کدوم یکیم؟ تقریبا نظر شما اینه، یعنی 4 داره اتفاق داره 4.
و تمام طرح‌های انتقالی که داره تأمین آب میکنه میاره، داره به این احساس داره دامن میزنه. لذا این طرح‌ها رو ما این طرح‌ها رو دارن انجام میدن برای اینکه احساس امنیت به وجود نه خیلی احساس امنیت ایجاد نمیکنه. ببین در 4 محال، یک 4 محالی، یه اصفهان کشاورز شرق با کشاورز غرب، اینا دائم در حال مقایسه همدیگن. این حس عدالت رو احساس نمیکنه. کشاورز 4 محالی نسبت به کشاورز اصفهانی، نسبت به کشاورز یزدی حس عدالت ندارد. یک کشاورز، بیام داخل اصفهان، کشاورز اصفهانی بین کشاورز و صنعت حس عدالت، یعنی که وزارت نیرو بذاره وسط عدالت حکم کنه رو نمیبینه دیگه. اوکی. 3 حتی کشاورز شرق اصفهان با کشاورز غرب اصفهان بین خودش عدالت احساس نمی‌کنه. واسه همینم هست که وقتی کشاورز اصفهانی دستش خالی میشه میره تنها کاری که انجام میده چیه؟ خط لوله رو. چرا؟ چون حس بی‌عدالتی میکنه. چون وزارت نیرو رو بهش به عنوان نهاد تامین کننده امنیت به عدالتش اعتماد نداره، به احساس امنیت نمیکنه. های زنندی واسه همینم وقتی تو این وانفسا کشاورز، ببینید مسئله زنندی رو دوستان بیه بحث مفصله، خیلی کلانه. من دوستان لطفا میخوام با این برش 3 دقیقه‌ای تحلیل منو به زاینده رو چیز نکنن، یعنی مد نظر، چون بعضی وقتا این برش‌های 3 دقیقه‌ای میاد با همون جنجال درست میشه. زاینده رو قطعاً تحلیل گسترده‌ای میخواد، از در سطح شاید من حقیر تنها هم ابداً نیست و نخواد. اما نکته‌ای که وجود داره میزان کسری به صورت متوسط، آمارا بعد دقیق بشه، من الان آمار دقیق ندارم، اینا رو تاکید میکنم، اما متوسط کلی ما در حوزه زاینده رود حدود 1 میلیارد متر مکعب کسری داریم. کل آبی که داره از اصفهان میره به یزد در بیشترین حالت 90 میلیون متر مکعبه. یعنی چی؟ من بارها به دوستان گفتم اگر خط و هر موقع هم مشکل پیش میاد کشاورز اصفهانی اولین کاری که میکنه چیه؟ اون لوله رو میتره. سوال، اگر خط اصفهان به یزد که در بالاترین حالتش حدود 90 تا بوده متوقف بشه، مشکل زاینده رود حل میشه؟ درسته حل نمیشه. 1 میلیارد این در بالاترین حالتش 90 است. سوال، اگر به جایی که آب از اصفهان بره به یزد 2 تا خط لوله دیگه از بیاریم به اصفهان، مشکل اصفهان حل میشه؟ اون کشاورز اصفهانی داره به چی اعتراض میکنه که اعتراضش میشه آشوبش میشه ناامنی؟ به احساس بی‌عدالتیش. از نظر اون این خط مصداق بی‌عدالتی است. به احساس ناامنی آبی داره اون رو به اون واکنشی میرسونه که ما الان میگیم حوزه آبی زاینده رود و پلات مرکزی اون امنیت آبی ندارن. لذا اون احساس خطرناکتره. جمله آخرم بگم، حالا تو این وانفسای که فکر میکنه داره 4 محالی خودش رو نسبت به اصفهانی میگه وزارت نیرو و کشور منو گذاشته دوم، اصفهانو گذاشته اول. 4 محالی به اصفهانی اینجوری میکنه، اصفهانی به یزدی اینجوری نگاه میکنه، کشاورز به صنعت اینجوری نگاه میکنه، شرق به غرب اینجوری نگاه میکنه. حالا تو این خوزستانیام دارن همشون خوزستان و کرمان هم همینجوری نگاه میکنه. حالا تو این وانفسا سر مسئله آب که هم آب میخوان، هم متهمن اون نهاد امنیت ساز که عدالت ندارد و از این دغدغه چنین چیزی هم نداره، یه دفعه خبر در میاد با بودجه عمومی چند هزار میلیارد تومان قرار آب بیاد برای یه مصرف کننده که اسمش صنعت. حس بی‌عدالتی بیشتر میشه کمتر. این قضیه داره به این حس بی‌عدالتی داره دامن میزنه. این لذا واسه همین حس بی‌عدالتی و عدم اعتماده. چرا؟ چون تمام این بازیگرا اعتقاد دارن، درست و غلطشو من کار ندارم، تمام این بازیگرا به این باور رسیدن وزارت نیرو بین شرب، کشاورزی، صنعت، مردم، دانشگاه فقط اول از همه یکی رو میچسبه. کیو؟
چرا؟ پول داره، پول خوبی هم میده. من روایت رو نمیگم درست یا غلطه ها، یعنی این باور و عقیده وجود داره. واسه همینم کشاورز میره خط اون فلان خط لوله صنعت رو تو اصفهان با لودر تخریب میکنه. چرا کشاورز بعد خودش پشت لودر بشینه بره خط فلان رو تخریب کنه؟ چون حس عدالت و اعتمادی به اون نهاد متولی امنیت که اینجا رها شده است و وزارت نیرو که باید باشه، که ظاهرا اینجا باید باشه، نیست، نداره. میگه آقا در این دعوا قاضی خودش با کی بسته؟ با یه طرف بسته. با یه طرف بسته. حالا از نظر اون طرفی که بسته کیه؟ لذا اینجا شما هر چقدر آب هم بیاری تو زاینده رود بریزی، شما که 1 میلیارد متر مکعب که نمیتونی بیاری بریزی، اصلا امکان با این پول امکان پذیر نیست. شما باید یه تیکشو بیاری. اون یک تیکه رو داری به کی میدی؟ داری ایجاد عدالت میکنی؟ اگه حس ایجاد عدالت میده، خب بری بررسی بشه. اگه این پروژه ایجاد عدالت آبی کرده بین مناطق استان چهارمحال بختیاری، کهگلویه، خوزستان، اصفهان، یزد، خب میگیم باشه، بسیار عالی. یا سدهایی که داره اخیراً افتتاح میشه پشت سرم تو منطقه، چرا این سدها بحران امنیتی ایجاد میکنه؟ بله، بخش از این سدها میتونه تامین آب کنه، اما در قبالش چی رو داره از کشور میگیره؟ این نکته که به نظر من میاد آقای میان‌آبادی اینه که یعنی در وقتی یعنی شما میگید که این مسئله کلان رو میارید پایین در توضیح علی معلولی میرسید به احساس امنیت و اونو میگید بحث اعتماد، یکی از اون بحثش مفصله، و بحث عدالت رو حالا به عنوان نقطه محوری دارید رو بحث عدالت و قائل بودن به عدالت متولی برای امنیت آبی دست میذارید. فکر می‌کنید این توضیح دهنده است؟ یعنی وارد حوزه‌های مختلف آبی کشور که بشیم، مثلا اگه دعا به اون حالا متولی بشه این که من برم یه کاری بکنم حس عدالت بیشتر بشه، اولا شدنیه، دوما توضیح دهنده است. چون شما به حال هر کاری اونجا بکنی، مثلا بخوای آب بیشتر به کشاورز بدی، میگه نمیدونم اون یکی شاکی میشه، به کشاورزای اصفهان بدی یزدی‌ها شاکی میشن، نمیدونم. یعنی احساس میکنم یه مقدار شاید توضیح دهنده نباشه. ببینید سر چیستی و چرایی میخوایم بحث بکنیم. نکته‌ای که وجود داره، ببینید در برخی نقاط الان می‌بینیم بین استان البرز و تهران ما مناقشه آبی شدید داریم. مناقشه آبی خیلی شدید. چرا؟ آب طالقان و سد کرج و اینها که بخش سحق‌آبی کشاورز مردم کرج بود و البرز داره منتقل میشه برای شرب تهران. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که مردم تهران الان مشکل خوردن و بعد آبشون، آقا منم شهروندم، این حقابه مال من بوده، 300 سال دارم استفاده میکنم، من ایجاد عدالت نمیبینم. من یعنی اون قاضیه برداشت، یعنی بعد بخوایم عقب بریم درباره عدالت باز میرسیم که خب مالکیت آب با کیه، بعد حق با کیه. واسه همین میگم که تا اون مباحث مشخص نباشد، ببین اون چیستیه داره ما رو به کجا میرسونه. این شما اگر زمانی صحبت از امنیت آبی میخواید بکنید، تو پاسخ اون سوالا رو نداشته باشید نمیتونید. واسه همین هم میگیم امنیت آبی یک فرایند است، همه توش دخیلن، از اندیشکده ها بگیرید تا همه درش دخیل میشن. اما اگر من فقط امنیت آبی رو سیمان و بتون دیدم، خب کار آسونیه، پول بده برمیدارم میارم میبرم. آقا سوال، یه از مشکل آبی خورده بود، بله امنیت آبی خورده بود، خب چی کار کنم؟ وزارت نیروی یه زمانی دهه 80 تصمیم آب از اصفهان ورد بیار بذار اینجا، مشکل حل. خب سوال، پشت سرم داره خط لوله یزد میشه. دو تا سوال میپرسم. یک، آیا امنیت آبی یزد تامین شده الان یا نه؟ این نقل و قول نکرده بودیم هم که تامین نشده بود. مطمئنید؟ سازوکارهای دیگه ای نداره؟ نمیدونم. یزد قبلا امنیت آبی نداشت؟ این جمعیت رو نداشت. خب بده یه سوالی بپرسید. اون جمعیت رو نه، اون جمعیت و صنایع به شدت آببر رو نداشت؟ اون جانمای غلط رو نداشت؟ شما وقتی اومدی صنایع به شدت آببرت رو
با کشتای فلان رو در یک منطقه خشک و کویری زدی، حالا بخشش هم شورت میشه، من میگم ورود نمیخوام ورود، چون پرونده خیلی جنجالی میشه، تو 3 دقیقه نمیشه بازش کرد. نمیخوام بگم یزد غلط اصفهان غلط یا یزد درست اصفهان درست، اصلا وارد این بحثا نمیشم. سوال این نقل قول مدیر عامل آب منطقه یزد رو توی جلسه بنده خدا گفت من هر شب که میخوابم گوشی کنار دستمه که آیا خط لوله رو شکوندن یا نشکوندن. 3 روز من اعتماد نمیتونم بکنم یزد آب داره یا نداره. سوال این چه کار کنیم میشه آقای زرندی؟ یه بحث دیگه است. این ما گفتیم یعنی که در لحظه تصمیم لحاظ بکنیم که اگر عدالت رو اگر حس عدالت وجود نداشته باشه اون تأمینی هم اگر بکنیم ناپایداره. دقیقاً ببین ما چیستی، چرایی و چگونگی بود. من گفتم تا چیستی چرایی تبیین نکنیم وارد چگونگی نمیتونیم بشیم. جامعه ما دائم میگه آقا به من چگونگی بگو. من میگم آقا من باید اصلا وارد چگونگی نمیشم. به عنوان یه تست تمرینی میتونیم یه خود رفت و برگشت بکنیم. من یه سوالی بپرسم الان به ذهنم رسید. خب الان این یزدشو بگم من جمع بشه. ببین الان سوال اول این بود. من جواب نمیدم. الان یزد امنیت آبی داره یا نداره؟ دید کسی پاسخ بده. من فقط سوال مطرح میکنم. ممکنه بگن آقا 100% داره، نداره. نمیدونم. نه الان امنیت آبی نداره. خب 2 مناقشات اجتماعی که زد بیرون ماحصل خط انتقال ناامنی اجتماعی ایجاد کرد، ناامنی اجتماعی و سیاسی. متولی مواجهه با این ناامنی کیه؟ نداره فعلا به اون مفهوم کامل و جامع، ولی فرض میکنیم وزارت نیرو مثلا. خب وزارت نیرو که میگه به من چه؟ شورای عالی امنیت ملی. شورای امنیت ملی هم که میگه من نهاد نظامی ام. نه دیگه اون باید بگه آقا من امنیت ملی دیگه. مثلا خب با فرض کنید تعریف شما را اگر بپذیرن که امنیت آب مهمترین منظرش اگه میپذیرفت که دیگه این مشکلات نداشته. خب اگه میپذیرفت چیکار می‌کرد؟ اگه میپذیرفت دیگه میفهمید که آقا این خط ارتش مستقل می‌کرد که کسی آبو نتره. خب این که میشه همون امنیت عینی دیگه. شما میتونید متر این خط لوله رو نیروی نظامی مگه بذارید؟ این که چه امنیتی شد؟ نه میگم فرض کنید بریم همون 20 سال پیش، همون دهه 80 قبل از اینکه اون صنایع به قول شما بیاد. یه از جمعیتی داره مثل بقیه کشور در حال افزایشی، مثلا جمعیت به هر حال هنوز مد رشد جمعیتی. اینا کار میخوان، زندگی میخوان، کشاورزی میخوان، جمعیت داره اضافه میشه، دیگه اون قناته مثلا شاید دیگه جواب نده به هر حال، اون قنات و اینا مدلش باشه خیلی خوب و قشنگ بوده برای مثلا 200 سال پیش برای اون جمعیت. یه موقع شما میگید که نه آقا مثلا استان یزد این منطقه مثلا ظرفیت فرض کنید 200,000 نفر فوقش داره، مطالعه کردیم اینقدر آب داره به صورت طبیعی، اگه بخوایم دستکاری نکنیم، انتقال آب ندیم، چه نکنیم با توجه به نیاز شرب و کشاورزی و هر معیشتی هر صنعتی یه مصرف آبی داره دیگه. حالا مثلا این زیادتر باشه چیزی کمتر، به هر حال وقتی جمعیت اینطور میشه، وقتی مهاجرت میشه به اطراف شهرها، یه وضعیتی به وجود میاد دیگه. شما فرض کنید رفتیم 20 سال قبل همین روایت امنیت آب رو قبول داشتیم، یه متولی هم داشتیم، برای یزد بعد چیکار می‌کردیم؟ برای یزد اگر بخوام اولا بحث چگونگی قطعا یه بحث مفصلی است با مطالعات مجزا. من به صورت کلی اول از همه من امنیت زیستی یزد رو بعد تعریف می‌کردم. امنیت زیستی یزد یعنی چی؟ یزدی که بیش از هزاران سال تونسته امنیت خودش رو تامین کنه، هزاران سال، ببین هزاران سال. حالا تو این 50 سال 60 سال اخیر بیاد، مثلا این 20 سال اخیر خیلی مشکل خورده. یا آسیب شناسی باید بکنیم. 1 2 نکته‌ای که وجود داره، من میرفتم امنیت زیستیشو تعریف می‌کردم. اما امنیت زیستی یزد چقدره؟ یعنی امنیت زیستی یعنی که آقا تهران، من چقدر میتونم توی تهران یا مشهد بارگذاری کنم؟ مثالی که همیشه زدم با یه خودرو میزنم دیگه، بدون انتقال آب، بدون اصلا با همین منابعی که خودش اصلا داره. این موتوری که این داره، حتی 2 تا باربند هم بهش بزنم، 2 تا گاری دیگه هم اضافه کنم که بار اضافه بکشه. خب بنزینای همسایه رو بردارم بریزم توش، تهش چقدر ظرفیت؟ این پرایده چقدر بار میبره؟ قسمت پشتش 500 کیلو نمیتونم بیشتر اضافه کنم، یه باربند میبرم تا 4 متر هم میبرم بالا، چیزش میکنم به جای 500 تا مثلا 2.5 تنش میکنم. تهش چند؟ تهش چقدر؟ آقا موتور پراید یا موتور خاوره؟ این میگن ظرفیت زیستی.
ظرفیت زیستی تهران چقدره؟ ظرفیت زیست این دانش حکمرانی ما در هر جایی که تو پایدار رخ داده این رو باش شناختن. انسان و طبیعت بوده، نه انسان بر طبیعت. این انسان بر طبیعت ناشی از اون نگاه غلط مکتب نوسازی و مدرنیته است که من این بره کنار، من هر کاری دلم بخواد با طبیعت هضم میکنم. فولاد میزنم، سرامیک میزنم، صنایع آببر میزنم، قطب اقتصادیش میکنم، قطب کشاورزیش میکنم، قطب صنعتیش میکنم، قطب توریستیش میکنم. این برنامه رو توی سند آمایش برای شیراز و مشهد و اصفهان بردن. یه آمایش باشه که باید به همون مسائل زیستی و آب و خب اصلا مشکل همینه. آقا تو وقتی میگه ما سند آمایش که وقت رفته بود دیگه، آقا مثلا حتی بگی تو آخرین سندهای آمایش که بله این همه رفته نشده؟ نه نشده. من با قطعیت میگم لحاظ نشده بود. چرا؟ فشار سیاسی و تعارض منافع. استاندار فشار داد نه اینجا خودرو رو میگه من میذارم از این استان یا صنعت بره. و اونجا تو یکی از جلسات دیگه از استان من گفتم آقا الان شما توی استان گفتی میخوام قطب کشاورزی بشم، قطب صنعت و صنایع بشم، قطب توریست بشم، شهر من باید بشه دومین کلان شهر کشور. خب دیگه چی میخوای؟ خب با کدوم ظرفیت زیستی؟ آبشو آوردی تهران همه آبا رو بلعیدی، حالا دیگه هواشو میخوای چیکار کنی؟ پنکه میخوای بذاری پمپ کنی؟ ترافیکشو میخوای چیکار کنی؟ بزه اجتماعیشو. من این سوال بزرگتر بپرسم. ایران ظرفیت زیستی 90 میلیون نفر که بخوان توش زندگی کنن و با همه مصارف آبیشونو داره؟ ببین من این سوالتون رو عمیق‌تر میپرسم با مخاطبین. من دارم میپرسم ظرفیت زیستی ایران با توجه به 5 بعد امنیت، این فقط تو حوزه تخصص خودم میگم، امنیت غذایی، آبی، اقتصادی و محیط زیستیش و انرژیش چند میلیون نفر؟ مطالعات میدونیم ما برای این جواب سوال خیلی ساده جواب قاطع نداشتیم. آمارو بگم آقای زرندی، ما از 30 میلیون جمعیت آمار گفتن تا 700 میلیون نفر. اونی که به نظرتون روشش علمی تر بوده چی میگه؟ متاسفانه هیچ کدوم هم اسناد پشتیبانشون ارائه نکردن. سوالمون عمیق‌تر شد نه؟ من تو این برنامه فقط بتونم طرح سوال کنم، خیلی هدفم تو این برنامه رسیدم. ببین من تو این برنامه اصلا هدفم پاسخ نیست آقای زرندی، هدفم ایجاد سواله. اگر این برنامه بتونه 4 تا سوال برای جامعه ایجاد بکنه و سیاست گذار راهبردی کشور رو مجاب کنه که اول از همه بعد پاسخ این سوالا رو بدی، من به نظرم اون بستره رو ساختم. از گچبری و این که من فلان از پیش ساخته بسازم یا استوبنا بیارم دیگه، اینا اصلا گیر فعلا تو این زمین باطلاقیه. ظرفیت زیستی ایران چقدر است؟ 30 میلیون، 80 میلیون، 150 میلیون، 200، 700 و برخی منابع دیگه گفتن بالای 1 میلیارد. نه دادای خیلی پرت خارجش کنم. من اصلا نمیتونم هیچ 30 میلیون من هیچ من اظهار نظری نمیکنم. من یه چیزی که دارم اینه که مثلا فرض کنید من قابل حدسه اونی که گفته 700 میلیون می‌خواسته مثلا بگه آره جمعیت و اینا خوبه، سیاست جمعیتی ما مثلا 10 برابر این که هستیم جا داریم. اونی که می‌خواسته بگه 30 میلیونم احتمالاً مثلا می‌خواسته بگه که نه اصلا جا نداریم، دو طرف با میذاریم یعنی کنار، اصلا جفتشون با نگاه ایدئولوژیه. من میگم آقا شما به هر حال شما الان کسی که مدیریت منابع آب خوندید همه این دغدغه‌ها رو هم دارید، کشور می‌خواد تصمیم بگیره. حالا ما می‌خوام بگم در مورد کل کشور میشه صحبت کرد، در مورد جزء به جزء هم باید رفت صحبت کرد دیگه. یه در مورد اون نکته که می‌فرمایید که حالا فقط می‌خوایم سوال مطرح کنیم، من اینو خیلی موافقم، دوست دارم، ولی به نظرم باید جلوتر هم رفت. باید بریم. من استپ ببینید من کاملا بخش صحبت شما قطع کنم. من کاملا موافقم. ببینید باید جلو رفت. شما میخواد یه برج بسازید به نام برج پایدار امنیت آبی که نه هیچ زلزله‌ای، هیچ طوفانی، هیچ حمله نظامی، هیچ چیزی اینو چیکار کنه به همش نریزه. میخواد چه این برج پایدار بسازید. دو گروه، یکی میگه آقا ولش کن زمینو، بیا بریم بالا، شروع کن یا علی بگو بده بالا، ملاتو بده من بسازم، یا این غلطه. یکی هم گیر میکنه نه آقا اصلا دست نزنید، بریم اول اصلا فقط بریم فونداسیون و شم بزنیم. به نظر بعد تو اون گیر کنه. هر دو غلطه. اما
یک راهکار سوم وجود داره. چیه؟ استپ. اولین قدم اینه که شما از این زمین باتلاقی گود برداری کنید. بذارید ما قبول کنیم از اون پارادایم های قبلی شکست خورده است و گود برداری کنیم. یعنی من با آقای زرندی، با گفتگوی آزاد، با یادداشتایی که می‌نویسم، تمام تلاشم رو چیه؟ گود برداری. بعد برسیم به این سوال: آقا ظرفیت امنیت زیستی ایران با توجه به این شرایط منطقه غرب آسیا، 5 تا حوزه فرامرزی، این بر سوریه و عراق، این بر افغانستان طالبان، اون بر ژئوپلیتیک به هم ریخته منطقه، اون بر فشار آمریکا، این بر تحریم اقتصادی، اون بر رقابت چین و هند و مسائل مختلف، ظرفیت زیستی الان چقدر است؟ ظرفیت امنیت زیستی بلا شک نه 30 تا درسته، نه اون 1 میلیارد. اوکی، اینو که میذاریم اون، اما چند تاست؟ چرا جواب نداریم؟ جواب نیست. چرا؟ چون اصلا سوال نداشتیم. اصلا سوال نداریم. همه هنوز میپرسن آقا برای تهران از کجا آب بیارم؟ همه از این میپرسن که آب شیرین کن برای اصفهان آب ژرف بزنم یا نمک زدایی بیارم. این همه در چگونگی گیر کردن. همه دعوا سر اینه که این گچبری که داره سقف میزنه هی میریزه رو بلوک سفالی بزنم یا بلوک آجوری. این نکته کسای دکتر من اینجور به نظرم میادش، یا این نظریه رو میشه گود برداری کرد. میگه آقا این ساختمون نظریه رو کلا خراب میکنیم بریم گود برداری. ولی ساختمان اجتماعی کشور، ساختمان نهادی کشور، ساختمان اقتصادی کشور رو که نمیتونیم خراب، هم که هست رو باید یه کاریش بکنیم دیگه، یه قدم ببریم جلوتر. یا کنید الان مثلا شما تو فضا بزرگترین مشکلات هم که ما در کلان شهرها داریم، حالا نمیگم مشکل روستا کوچیکه، شاید اونم آب شرب اصلا نداره، قطع شده، مجبور شد خالی کنه، ولی به جهت جمعیت درگیر با مشکل واضحه که بزرگترین مشکل ما یعنی هر چی آب آوردیم ریختیم تو کلان شهرها، جالبیش اینه که ناامنیش بیشتر شده. تو کلان شهرها گفتیم اولویت اول، هر چی آب ریختیم تو این کلان شهرها ناامنی بیشتر شده که الان میشه محصل جمله شما بیشترین مشکل تو کلان شهرها داریم. بله. خب پس اون گزاره هم داشته باشیم که هر چی آب بیشتر ریختیم یعنی با در فرضیه شما چنانچه این نگاه رو می‌داشتیم احتمالاً باید اون نگاه شبکه محور و مبتنی بر حالا اعتماد و اعتبار و بحثایی که حالا مطرح فرمودید، احتمالاً سیاست‌گذاریمون اینطوری میشد که آبو نکشونیم خالی، خشک نکنیم بقیه جاها رو که همه مجبورشن بیان دور همون کلان شهر که مشکلات فزاینده بشه، حلم نشه. احتمالاً از این جنس. ببین خیلی ساده ترش اینه که من بارها گفتم، 2 تا نکته من اگه نکته دوم بعد حتما بگم که تکمیل کننده باشه برای بیننده‌هاتون. ببینید شما الان مردم کرمانتون، در جنوب کرمانتون بحران شدید آب دارن. تو برخی از مناطقتون بعضا ما دیدیم 3 روز آب ندارن. در بلوچستان کودک بلوچی میره از هوتک آب برداره، گاندو حمله میکنه، کشته میشه. همین فرد خانواده بلوچ، خانواده سیستان، خانواده کرمان، خانواده فلان استان میاد تهران، میره بزرگراه مدرس، چمن‌ها رو ببین، آبیاری سر ظهر رو ببین، میاد مشهد، بولان بولوارش رو نگاه کن، بزرگراه امام علیش رو ببین، بالا فرودگاهش رو نگاه کن. خب بعد میبینه چه جالب، قرار 6 میلیارد دلار پول گذاشته بشه آب بیاد به فلان جا. اون کودک کرمانی چرا زندگیشو ول نکنه از بلوچستان و کرمان پاشه، یا اون خانواده بیاد تهران حاشیه نشین نشه؟ میاد تهران بعد حاشیه نشین میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ نیاز آبی تهران دوباره میره بالا. حالا سوال، اون کودک و خانواده‌ای که کنار دریای عمان و اقیانوسه سهمش از عدالت آبی چقدره؟ اون شهروندی که تو تهران و مشهد سهمش از عدالت آبی چقدره؟ جمعیت تهران و مشهد و شیراز و اصفهان چقدرش زاد و ولد است، چقدرش مهاجرت به خاطر عدم عدالت آبی و مسائل اقتصادی.
لذا ناامنی تهران ناشی از افزایش مصرف دیگه، درسته؟ افزایش تقاضاست. این افزایش تقاضا از چی ایجاد شده؟ آقا شما از سواحل مکران تا تنگه هرمز و بندر عباس 2 تا اسم کلانشهر رو نام ببرید. اسم 2 تا کلانشهر رو نام ببرید. نداریم. بله ندارید. کل جمعیت مجبور شده داره میاد تو تهران و مشهدی میشینه که بحران چی داره ایجاد میکنه؟ خب فرهنگی هم ایجاد میکنه. همه چیز، آلودگی هوا، ترافیک، بزه اجتماعی، بحران آب فرو نشست. حالا چرا تو 6 میلیارد دلار 7 همت 70 همت 200 همت پول داری دوباره آب بیاری اینجا که مهاجرتی بیشتری بشه؟ چرا همون سواحل توسعه پیدا نمیکنه؟ اینم مانع داره دیگه. ببینید سخت است. ببینید دقیقاً مانع داره. ببین کار سخته. من اصلا نمیخوام بگم ساده است. پس الان اینجوری بشکن بزنیم بریم اونجا رو توسعه بدیم. نکته‌ای که وجود داره زرندی، ما تو جمله‌ای که شما گفتید نمیتونیم سازوکار و ساختمون اجتماعی و امنیتی کشور رو متوقف کنیم، ما اصطلاحاً در علم مدیریت منابع چی بهش میگن؟ تو علم سیاست‌گذاری میگن اینجوری نیستش که بیای شما کار رو متوقف کنی. سازوکاری که براش میشینن میگن learning by doing. این سختی سیاست‌گذاری آب چیه؟ با بخشی از حوزه‌های دیگه. اگر سازوکار سیاست‌گذاری آب رو به ماشین تشبیه کنید که الان این 4 تا چرخش پنچر شده، تو حوزه‌های دیگه شما میتونید راحت بزنید کنار، مسافرها رو پیاده کنید. در حال حرکت باید اینجا چرخ‌ها رو واد بزنید. شما اینجا در حال حرکت باید چرخ‌ها رو تعویض کنید. بهش میگن learning by doing. اصلا اینم بهش میگن فرایند. برای همینه که در کشورها بعضا 60 تا 70 سال طول میکشه. شما میگید ما یک فرایند بلند مدتی باید داشته باشیم برای انتقال جمعیت، همین تهرانی، اصفهانی، یزدی، کرمانی، مشهدی رو قانع بکنیم که آقا اینجا ظرفیتش مثلا اینقدر، بیشتر از این جا نداریم، مشوق بذاریم یا هر چی کار شغل اینا شما همه جمع کن بگیم پاشو برو. الان این جمله نگم میان آبادی گفت راهکار نجات تهران اینه که مردم از تهران بیرون کنیم. نه من اصلا این چیز نمیگم. نداریم. بلند مدت میگیم. بلند مدتش اینه که بعد بریم جعبه ابزار داشته باشیم. یکی از 10 ها و 100 ها ابزار این جعبه ابزار برای تعمیر موتور آب روغن قاطی کرده و سرسیرن زده تهران مهاجرت معکوسه. حالا مردم خود تهران نیست، همون مهاجرانی هستند که به دلایل متعدد که یه ریشش عدالت هست مهاجرت کردن به تهران. شما عمده یه بخش مهمی از دلیلی که همه دارن مهاجرت میکنن میان تهران چیه؟ احساس امنیت آبی بیشتری داره نسبت به مبدأ. اصلا تو همه حوزه‌ها بی‌عدالتی احساس میکنه اینجا بیشتر میتونه گیرش بیاد. در تهران میتونه بیشتر گیرش بیاد. یعنی چی؟ باز برمیگرده به ریشه. اگر در شهر خودش همون میزان یا متناسب با خواستش گیرش میومد، کی حاضره بیاد تو این ترافیک، دود، دم، بیابی، بحران و هزاران مشکل اجتماعی و دور از خانواده و وطنش بیاد یا اون شهرش بیاد زندگی کنه؟ این نقطه‌ای بعضی وقتا می‌بینیم، باید ببینیم. بعضی وقتا باید کلان ببینیم. یک پیچیدگی دیگه امنیت آبی آی زرندی بر کنار اون چیزی که ابتدای برنامه گفتم اینه که ما تو حوزه آبی باید گلوکال ببینیم. یعنی یک متخصص سیاست‌گذاری‌های آب و امنیت آبی باید گلوکال ببیند. یعنی هم لوکال به مسئله نگاه کنه هم گلوبال. در مسئله امنیت آبی سیستان هم باید به مصرف سازوکار آبیاری خربزه سیستانی در مزرعه 300 متری کشاورز سیستانی توجه کنه، هم به دعوای ترامپ و مودی و اثرش بر پاکستان و سرمایه‌گذاری هند بر مسائل آبی افغانستان و بعد رقابت‌های ترکیه و پول ترکیه بر سدسازی در هیرمن و اثرش روی امنیت آبی سیستان. یعنی از مقیاس مزرعه بگیره تا مقیاس جهان، گلوکال ببینه. و این سخته، منم قبول دارم سخته. ببینید ما دوباره برمیگردم، من تمام حرفام تکراریه دیگه، دنبال عصای موسی میگردیم، حوصله کار سخت رو نداریم، حوصله کار در هم تنیده چند بچی رو نداریم، حوصله کار
فرایندوار رو نداریم. آی میان آبادی ولم کن. ببین تو مواجهه با مسائل آبی من بارها گفتم با کار ارزشمندی که آقای دکتر فصیح انجام داده ما 4 نوع مریضی داریم. اولین مریضی سرماخوردگی، راهش شربت، سرم، آمپول بعد از یه هفته. دومین نوع مریضی جراحی قلب، مثل جراحی بازه. شما جراحی قلب بکنید دیگه درد داره، پارگی داره، استراحت داره، دیگه نمیتونید الگوی سابقتون رو هم داشته باشید. نوع سوم مریضی چیه؟ سرطان بدخیم. سرطان بدخیم مسئلهش چیه؟ میاد پیش پزشک میگه آها اول یه عملت میکنم که تومورت در بیارم، بدم آزمایشگاه ببینم خوشخیمه یا بدخیمه یا چیه. میگه خب باش. بعد که اینو در آوردن بعد عمل اصلی رو انجام میدن. میگه خب آقای دکتر تموم؟ میگه نه خیر. میگه یعنی چی؟ میگه بعد از عمل بعد بری سراغ پرتو درمانی و شیمی درمانی. یا اول فرد. یا آقای دکتر تبعات که نداره. میگه که چرا؟ به جز این همه هزینه‌های سنگین جسمی و مالی، موهات هم میریزه، پوستت چروکیده میشه، ابروهات هم میریزه، دیگه اون زیبایی جوانی رو دیگه خانم یا آقا نداری. اینجوری میکنه میگه آقای دکتر چقدر طول میکشه؟ میگه فرآیندش 2 سال تا 3 سال. میگه خیلی خوب، من پول رو قبول میکنم، تیغ و عمل رو قبول میکنم، بستری شدن رو قبول میکنم، شیمی درمانی و پرتو درمانی رو قبول میکنم، دردش هم قبول میکنم. به عنوان یک پزشک بگوینم ضمانت و اعتبارش چقدر برای خوب شدن؟ جواب چیه؟ انشالله دست. میگه جمع کن بابا. حالا اینجا با 2 تا اولیای دم مواجه میشی. اولیای دم امنیت جانی بیمار. جمع کن بابا. من تو روستا دل درد شدم یا آمپول دکتر زد چی شدم؟ حالا این همه برای دل دردی که گرفتم حالا اون سرطانه دی، اون دل درد و این سرطان. میگه این همه رو انجام بده تازه ان شاءالله. برو اصلا دکتر نیستی. بعد اینجا میگه تو اصلا بلد نیستی، راهکار عملیاتی نمیدی، چقدر سختی، چقدر پیچیده‌اش میکنی. میگه خب بابا اینه مریضید. میگه نه برو اصلا اینا رو ول کن. میرم ناصر خسرو، یه نفر گفته یا آمپول میزنی سرطانت خوب میشه، دارو تقلبی بهش میده. یا بدترش میدونین چیه؟ همیشه گفتم سطح 4میه. سطح 4 هم میگم. بدترش اینه که تو روستامون یه دهان‌نویس هست رماله، میگه اینو بنویس روزی 3 بار بخور خوب میشی. 4مین سطح بیماریه که اصلا خوب نمیشه، مثل دیابت بیماریه که شما باید مراعات کنی. اینا رو انجام بدی. بعد میگه خب آقای دکتر اینو نخور ورزش بکن پیاده روی. خب کی خوب میشم؟ میگه شرمنده دیابت خوب نمیشه. همین کارا رو میکنی که فقط تا کی باهته؟ هر وقت هست. جنس 4مین چیه؟ مناقشه زایندرود از کی مناقشه داشته؟ اگر مناقشه زایندرود جدید بود چرا شیخ بهایی بیاد تومار بنویسه؟ حتما یک پرابلم، یک مسئله بود که شیخ بهایی اومده وسط کار تومار شیخ بهایی نوشته مسئله حل کنه. این مسائل آبی ما آقای زرندی عمدتاً جنس بیماریشون 3 و 4، اما اولیای دم امنیت جانی بیمار از پزشک چی میخواد؟ حد 1 و 2. در تهش 2. یعنی سرم تراپی 6 ماه مسئله زاینده رو برای چون حل میکنی. برو بابا. یکی اومده گفته 2 تا لوله وصل میکنم به زاینده رود، ابرو بارور میشه، 2 تا کلیپ هم داده بیرون در فلان کشور اروپایی، گفته کل آب ایران حل میکنم. یکی گفته چاه ژرف میزنم 3000 میلیارد تومان برات 3000 میلیارد متر مکعب برات آب میارم. خب کل آب تجدیدپذیر ما حدود 103 تا یا 80 تاست. حالا مشکل کجاست؟ ما با اولیای دم یا میگه اولیای اون بیمار، اون بچه متولی امنیت جون اون بچه‌ن. این که دستشو بگیرم بذاره زیر پرتو درمانی و شیمی درمانی بره یا بره پیش رمال بسته به کی داره؟ مسئولش، متولیش.
الان دوباره رسیدیم به اون جایی که یک اصلا متولیش پیدا نیست، نمیدونیم متولیش کیست. دو اینکه تازه پیدا بشه بعد مجابش کنیم آقا راهش رمالی و ناصر خسرو، سرم تراپی یا عصای موسی نیست. نوع بیماری 3 و 4. این مشخص بشه بعدش واسه لازم به من میگه آقا راهکار نجات زاینده رود چیه؟ آقا اصلا جملات از غلط هست. راهکار حل مناقشه زاینده رود مثالش میشه حسن، حسین 3 دختر یزید بودن که توسط پهباد در صحنه کربلا کشته شدن. اگر قرار بود مناقشه حل مناقشه حل نمی شود. اینا من بیماری 1 و 2 اشکالات خطاهای ما هست. اون بستری که میگم باید شکل بگیره، ما الان مشکل کجاست؟ این بیمار رو من گذاشتم کنار، این بیمار رو گذاشتم کنار، این بچه رو که سرطان گرفته. الان دغدغه من اولیای این بیمارن که راضیشون کنم آقا این با عصای موسی، با رمالی، با ناصر خسرو و سرم تراپی خوب نمیشه. این یک کار چی میخواد؟ بزرگ میخواد. کی حال این بیمار خوب میشه؟ موقعی که اولیای دمش آگاه بشن جنس بیماریش چیه. حالا چه کار کنیم مشخص شد، ما بعد از کجا شروع کنیم؟ آیا اینکه بریم کار فرهنگی کنیم درست میشود؟ قطعا نه. پس بریم یه دفعه زیر تیغ عمل، اونم نه. چرا؟ چون با تیغ عمل که این قرار نیست درست بشه. فرایند سرطان، دیابت فراینده. اگر یک کار اولش انجام داد، اومد مطب داد و بیداد کرد، گفت دکتر بچم عمل کردی چرا خوب نشد، چجوری بهش بگی آقا فراینده؟ آقای دکتر متاسفانه وقتمون خیلی خیلی کمه. من فقط مجبورم که سوال آخری رو حداقل در این جلسه بپرسم و با توجه به اینکه حالا شما فرمودید هولوش 2/3 بحثتون مونده دیگه، حتما یه جلسه دیگری یا جلسات دیگری رو حتما در خدمتتون باشیم. ببینید یه سوالی که خیلیا من به عنوان بازخورد گرفتم به من گفتن یا خودم حتی این حس رو خیلی داشتم، اینه که با فضای نکاتی که شما یا عزیزانی مثل دکتر فصیح یا دیگرانی میفرمایند همراهیم و احساس میکنیم حرفای معقول و متینیه، ولی نمیفهمیم که خب چی. حالا الان شما میگید که مثلا این انتظار رو به این صورت نباید دقیق داشت. من میگم باشه، بر اساس مثال خودتون اصلا رو مود 3 یا مود 4 به جهت سطح بیماری. من میگم به هر حال الان حوزه مثلا فلات مرکزی، حوزه شرقی، حوزه نمیدونم خوزستان، حوزه ارومیه، آبریز ارومیه، اینا هر کدوم یه مریضی بزرگن دیگه به قول خود شما. شما به همین صورت بگید آقا مثلا اگه قرار به مراعات، اگه قرار به مسئله سرطانیه، جواب حدود فرایندی که باید درباره اینا طی بشه تا حداقل بگیم از تشدید مریضی جلوگیری بشه یا به سمت حلش بریم چیه به نظر شما؟ ببینید سوال خوب و مهمیه. من اینجوری پاسخ بدم. من دقیقاً با اون مثال سرطان اگر بخوام من زمانی متولی این قضیه باشم و همزمان با اینکه قرار نیست زندگی رو تو حوزه متوقف کنیم، بگیم مردم برید بیرون بیاید پایین، ما میخوام مسئله آبو درست کنیم بعد دوباره بیاین سوار شید، این نگاه غلطی است. چرا گفتیم با آب با 5 بعد در هم تنیده است. شما نمیتونی 5 تا مگه کل زندگی رو حذف کنی، حیات همه استوب ما میخوام. این غلط است. سختی کار همینه. واسه اینم باید لرنینگ با دوینگ بکنیم. و نکته‌ای که وجود داره این که چی کار میخوایم بکنیم تو این حوزه‌های مختلف. اون 3 تا بخش رو من به صورت کدوم حوزه رو مهم‌تر الان میدونید؟ من مثلا میگم با حوزه مثل زاینده رود یا حوزه مثل ارومیه، اگر بخوام به عنوان مثال بگم که من انرژیم رو ابتدا رو همون 3 بخش سوال اصلی چیستی، چرایی و چگونگی میذارم. اولین کاری که میکنم اینه که میرم مسئله و چیستی مسئله آب در ارومیه یا مسئله آب در زاینده رود رو در میارم. مثال زدم. مثال خیلی ساده انگارش اینه که مثال دلش درد میکنه دیگه، خب قرص بده تمام دیگه. این عامیانه و عوام زده است. اینی که سطح بحث تخصصی من و شما نیست. کسی که قرص دلش درد میکنه بین دل درد و زخم معده و سرطان تفاوت قائل نشه، اصلا با اینا بحث نداریم. با این سبکا اصلا صحبت سراغ اونا نمیریم. اما نکته که آقا چیستی مسئله زاینده رود، چیستی مسئله
ارومیه رو بگیم که کمتر. ببین آره مثلا مسئله ارومیه دوچار مثلا کمیابی آب شده، این کمبود آب شده. خب کمبود آب در ارومیه بعد زاینده رود معلول چیه؟ بعد اینا رو پاسخ بدیم. ببین پاسخ سوالا مشخص نیست. منی که هم تو ارومیه کار کردم هم توی زاینده رود، ما یه کاری رو با یکی دیگه از دانشجوهای خیلی خوب در حوزه ارومیه انجام دادیم که ببینیم چیستی مسئله در ارومیه بین نهادهای متولی سیاستگزار چیه. ستاد احیای دریاچه ارومیه یه تعریفی از چیستی مسئله ارومیه داشت. جهاد کشاورزی 3 تا استان 3 تا تعریف متفاوت داشتن. سازمان محیط زیست متفاوت بود. دانشگاه‌های استان یه تعریفی داشتن. وزارت نیرو یه تعریفی داشت. نماینده‌های مجلس یه تعریفی داشتن. یعنی همه میگن درد داره، یکی میگه از کلی است، یکی میگه از مریه، یکی میگه از معده است. مشخصا چی مثلا میگفتن؟ در مورد ارومیه یکی میگفت آقا تغییر اقلیمه، یکی میگفت تغییر اقلیم اصلا ربطی به ما نداره. دقیقاً. بعد میگفتیم خیلی خوب تغییر اقلیم بیاد بگی چی. یکی میگفت 45% ناشی از تغییر اقلیمه، یه دانشگاه دیگه میگفت نه خیر اصلا 45% نیست 5%. اینا همه رو متقن داریم میگیم. یعنی این بعد یکی میگفت آقا مسئله فقط کشاورزیه، یکی میگفت نه مسئله حکمرانیه، یکی میگفت مسئله دعواهای اجتماعی قومی، قوم کردی و قوم عزیز کردی و قوم عزیز آذریه. یکی میگفت نه اصلا دعوای تکنولوژی و فناوری تجهیزات کشاورزی. یکی میگه نه اصلا هیچ کدوم اینا نیستش، مسئله برداشت از آب زیرزمینیه. اون یکی دیگه اومده گفت اصلا مسئله هیچ کدوم اینا نیستش، مسئله قیمت مفت آبه. ببینید چی شد. خب چیکار کنیم توی همچین آشفتگی؟ ببینید در همین مسئله این که شما باید ابتدا در تعریف مسئله مشخص. این سیاست گذاری های زرندی، سیاست گذاری میشه اصلا به یه جواب مشخص رسید یا همیشه در این ابهام ها باید واحد مطلق نه ولی به اجماع میشه رسید. لازم ما اجماع چجوری باید به وجود بیاد؟ بعد سازوکارهای اجماع من تو دانشگاه ما درسی داریم به نام بر بچه‌ها مقطع ارشد ارائه میشه سیاست گذاری آب. تو سیاست گذاری حدود 3 تا 4 جلسه به سازوکارها و ابزارهای اجماع و مدل‌های اجماع در تعریف چیستی مسئله بحث و بررسی میشه. ببینید 3 تا 4 جلسه دروس مقاطع تحصیلی تکمیلی روی اجماع بر روی تعریف چیستی مسئله. هنوز من وارد فازهای بعدی نشدم. از من میپرسید اگر 20 سال مدیریت دست تو باشه چی کار میکنی با اون لرنینگ بای دوینگ؟ میگم آقا تا حالا 60 سال 70 سال 80 سال به این مسیر رفتید، فعلا حالا کجدار مریض ادامه بدید، اما موازی این کارها رو شروع میکنم به تعریف کردن. یک تعریف چیستی مسئله در متناسب با این چیستی ها و نکته مهم نگاه رو سعی میکنم نگاه بین بخشی بذارم، فرابخشی نگاه کنم، ترانس دیسیپلینی نگاه کنم، نه اقتصاد زده بشم، نه تکنیکال زده و فن سالار زده بشم، نه اجتماع زده بشم، نه سیاست زده بشم. همه اینا رو به رسمیت بشناسم. من موقعی که دکترا میخوندم میخواستم برای دکترا اپلای کنم، تو استرالیا یه پروژه‌ای بود، استادایی که تو این پروژه بودن جالب بودن. ببینید از مدیر منابع و هیدرولوژیست و محیط زیست و اقتصاددان بذار کنار، آقای زرندی جامعه شناس بود و یک استاد فلسفه. استاد فلسفه تو شناسایی چیستی مسئله تو حوزه آبریز در استرالیا. ما کجایی مباحث رو داریم؟ لذا تعریف اون باید تعریف فرابخشی باشه. بعد از اون متناسب با این اجماعه، حالا این همه فرایند داره، یعنی تو درس‌های مدیریت و هم پیوسته منابع آب و درس‌های سیاست‌گذاری کل این فرایند و پروسه و چرخه کاملا تدریس میشه و طی میشه. میرفتم بعد از این چیستی یا بگم قبل از این چیستی، اولین کاری که باید هر کس انجام بده، هر کس، این ادبیات من میادم نیست، ادبیات نوین بین الملله،
که در تاریخ آب کشور به شدت ظهور و بروز داشته که الان دیگه وجود ندارد. اعتماد سازی. تا اعتماد سازی نکنم نمیتوانم. با این تصویر یعنی شما میگید لزوم اجماع بعد اعتماد سازی در عین اینکه بازیگرای مختلف، نهادهای تخصصی مختلف نظرات مختلفی دارن و ممکنه حتی متناقضی دارن. من نمیفهمم باز چی کار باید کرد. یعنی میدونید یه حسی به آدم داده میشه که انگار انقدر مسئله پیچیده است، انقدر بازیگرای مختلفی داره که اصلا امکان اینو که و انقدر کشور به جهت نهادی عقبه برای بررسی این ماجرا که هنوز تو صفرش هم مونده. خب دیگه چیکار میشه کرد؟ یعنی توی نمیشه عصای موسوی کار کرد، نه که هیچ کار نمیشه کرد. فرآیند بینه. ببینید الان نگاه اینه که شما به من میگید آقا آیه دکتر به من بریم سراغ سرطانیه، دو تا مشکل دارید. میگه اول دیابتی‌ها رو خوبش کن، من میخوام از پس فردا پلو بخورم، قند بخورم، شیرینی بخورم، خوبش کن. اصطلاحاً میگید آقا مسئله زاینده رود رو چیکار کن؟ حلش کن. نه من میگم الان برای مسئله زاینده رود میگم آقای میان آبادی شما همه اختیارات دست شما، 20 سال هم زمان به شما میدیم، همون دکتر سرطان الان به من اینو بگید، من میگم حاضرم اینا رو بدم به اون هزینه ها، اینا رو مثلا من کشور برفرض حاضرم اینو به شما بدم، شما من اینو حداقل بگید که آقا مثلا الان باید این کارو کنی، بعد این کار. یعنی شما میگید که الان تنها چیزی که میتونید بگید اینه که باید شروع به تشخیص درست کرد بر اساس مطالعات و سناریوهای اجماع. یک سری کویک وین ها رو به اصطلاح به قول آقای دکتر پسی یک سری راهکارهای کویک وین سریع به پاسخ برسه رو اجرا میکنه. در کنار این کویک وین ها که با حوزه به حوزه و سال به سال متفاوته، حالا کویک وین ها رو که انجام دادیم حالا میریم سراغ مثلا مسئله چیستی، مسئله هیرمند. مسئله هیرمند یک مسئله درهمتنیده گلوکال اقتصادی، سیاسی و امنیتی است، در حالی که مسئله ارومیه یک مسئله سیاسی نظامی امنیتی نیست، یک مسئله اقتصادی اقلیمی و قومیتی است، در حالی که مسئله زاینده رود باز مسئله ارومیه نیست. مسئله زاینده رود یک مسئله اجتماعی، هویتی، قومی و اقتصادی و اخیراً سیاسی شده است. و این اساس اون چیستی مسئله رو تا من درست درک نکنم، به این ابزارها میتونه کاملاً متفاوت و حتی متضاد خودش باشه. این بخوایم با همون مثالمون در واقع قیاس کنیم، شما میگید یه کارهای واسه بهبود اولیه که وجود داره، حالا مثلا یه کارهای کوچیک ولی در قدم درست، بله. در راستای درست، اونا که وجود داره. بعد میگید در قدم اول من باید تست بگیرم از این بیمار ببینم سرطان چجوریه، نوعش چیه، نمیدونم اینا، که بعد بتونم مراحل بعدی مثلا در زاینده رود من برای یک کویک وین هایی نیاز دارم که حس عدالت رو برای کل بازیگر حوزه چیکار کنه، به سطح نسبی متناسبی اصلا اون متولی رو برای برنامه‌ریزی بلند مدت قبولش بکنه، که اعتماد سازی کنه که بتونه اون رو برای که بگه آقا حالا من این بسترم رو به دست تو میسپارم که بری چیکارش کنی، 3 عمل جراحی یا کلی شیمی درمانی روش بکنی که انشالله بتونه موفق. من به این رسیدم که این مناقشه زاینده رود 300 سال که نه، ممکنه 700 سال بوده، هست و باشه. از جنس سرطان هم نباشه، از جنس دیابت باشه که الان اون دیابت خدا نیاره که سیاست گذاری غلط من به عنوان نوعی با کار رو به جایی رسونده که ما رو مجبور کرد 2 تا پای بیمار دیابتی رو قطع کنیم. اینجاست که اون متولی امنیت آبیه مشخص نیست. اونجاست که سوال پیش میاد اولیای دم این بیمار کیان؟ و چرا تا الان اقدام نکردن؟ آره، و چرا تا الان اقدام نکردن؟ بعد سوال مهم بعدی، آیا با جنس و نوع بیماریشون آگاهی دارند؟ چرا امنیت آبی کشور باید وسط بعد از جنگ 12 روزه اینگونه بیرون بزنه زخم‌ها و غده‌های سرطانی که اولیای بیمار
احساس خطر کنن. اون گیج ها، ببینید هر وسیله نقلیه، هر سیستم سامانه یک گیج هایی داره که اینا وضعیت امنیت و وضعیت نشون میده. از یه محدوده ای که سفید میره نارنجی، زرد و بعد زرد نارنجی و بعد قرمز. سوال چرا این گیج ها کار نکردن؟ حتما باید تو این جنگ اتفاق میافتاد و تبعات بعدش که عیان بشه که گیجا آیا خراب بودن، اصلا گیجی داشته. اصلا سوال عمیق‌تر، چرا کار نکردن؟ دوباره به چی رسیدیم؟ چرا؟ انشالله این مدخل بحث جلسه بعدمون باشه، همین سوالاتی که و بسیار مطالبی. بله میگم مدخلش دیگه، از جنس متولی، از جنس که چرا تا حالا اقدام نکرده و اینها. خواهش میکنم. متاسفانه واقعا زمانمون انقدر به پایان رسیده. بله طولانی شد و برنامه منم عذرخواهی میکنم. اول عذرخواهی بکنم از بیننده‌های برنامه‌تون اگر برخی از مباحث تکراری برای برخی از بیننده‌های برنامه، من عذرخواهی میکنم، شاید مباحث تکراری از من شنیده باشن، اما احترام کسایی که برای اولین بار این برنامه میبینن بر من واجبه که این مبانی رو باید بگم تا اون نتیجه با هم دیگه رخ بده. اگر بحثا کمی پراکنده بود، خب واقعا تبیین این مباحث نظری تو یک برنامه رسانه‌ای خب کار خیلی سخته و من کم توان و ناتوان توی حوزه‌ام و هر قصوری داشتم برای تبیین این مسئله و این سه سوال اصلی که مهم و کلیدی: یک، امنیت آبی چیست؟ دو، متولی امنیت آبی در کشور کیست؟ و سه، چرا مسئله امنیت آبی تا این حد مورد غفلت قرار گرفته؟ این سه سوال رو اگه بتونیم به صورت کلیدی بهش بپردازیم، نه به صورت عامیانه، فکر میکنم اون بستر شکل‌گیری احداث یک ساختمان پایدار رو به نام امنیت پایدار آبی برای کشور انشالله ما قول یک جلسه خیلی زود هم از شما داشته باشیم خدا و انشالله اگر زنده باشیم انشالله سلامت باشین. و من هم از شما ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید، هم از شما بینندگان عزیز. همچنین اگر درباره مباحثی که مطرح شد، چون حالا انشالله جلساتی آتی خواهد بود، نکاتی، ابهاماتی، سوالاتی به نظرتون میادش که ما در میون بگذاریم با آقای دکتر میان آبادی، حتما از طریق راه‌های ارتباطی که هستش در اختیار ما بگذارید. من فقط ببخشید قبل از اینکه این بذارید من فقط این نکته هم تکمیل کنم، چون برخی از حوزه‌های آبریزی که تو کشور تو مصاحبه نام بردیم حوزه‌های آبریز پرچالشی هستن، تحلیلشون هم واقعا تحلیل خیلی جامعی هستش. من دوباره خواهشی که دارم اینه که اینها به عنوان یک مثال‌های کوچک فقط برای طرح بحث مطرح شد، بلا استثناء و بلا شک تحلیل و واکاوی هر کدوم از این حوزه‌های آبریز چندین برنامه مجزا می‌طلبد که اصطلاحاً با صحبت‌های 2 تا 3 دقیقه‌ای هیچ کس و هیچ شخصیتی نمیتونه اذعان کنه که من به شناسایی و تحلیل و واکاوی اون مسئله پرداختم، حالا چه ارومیه باشد، چه زاینده رود باشد، چه خوزستان باشد، چه حوزه‌های آبریز دیگه باشه. لذا این خواهش رو از بینندگان محترم دارم که حتما به این نکته توجه داشته باشن که مباحث کوتاه مطرح شده در هر حوزه بیانگر تحلیل و نگاه و واکاوی کافی و جامع اون مسئله و حوزه نیستش. سلامت باشید دکتر، من خیلی ممنونم از لطفتون و خدا نگهدار شما. ممنون، تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار شما.